بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل، بگوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام کسی که باشد دشمن برای جبريل امین، فإنه یقینا شخص یعنی جبريل امین نزله نازل کرده قرآن کریم على قلبك بالای دل تو بإذن الله، به حکم و فرمان الله، مصدقا در حالی که قرآن کریم تایید کننده است لما به او مضامین و مطالبی که بین یدی پیش از این کتابای دیگه بود، یا موافق است با اون نشانه هایی که در کتابای پیش از این موجود بوده، و هودن برنامه مکمل هدایت، و بشرا سبب خوشخبری و سبب بشارت برای للمؤمنین برای مؤمنان است. من کان عدوا لله، کسی که دشمن برای الله باشه و ملائکتی از برای ملائکه الله باشه و رسوله و پیغمبران الله باشه، و جبریل دشمن جبریل باشه و میکال و دشمن میکائیل باشه، فإن الله یقینا الله متعال عدو للکافرین، دشمن برای کفار است. ولقد انزلنا یقینا ما فرستادیم الیک بسوی تو آیات بینات نشانه های واضح، و ما یکفر بها انکار نمیکنه از این نشانه های واضح الا الفاسقون مگر او مردمی که از دایره دین خارج است. او کل ما آیا هرگاه که عاهد و عهد کردن پیمان بستن عهدن به پیمان بستن، نبذهو انداخت فریق یک جماعت منهم از یعنی او پیمان پشت سر انداخت میده کد شه، بل اکثرهم لا یؤمنون بلکه اکثریت از ایمان نمیاره. ولما جاءهم هرگاه که آمد برشان رسول پیغمبر من عند الله از جانب الله، مصدق که تصدیق کننده بود لما معهم برای کتابایی که امروی ازوا بود، یا موافق بود امروی اون نشانه هایی که معهم امروی ازوا بود، نبذ فریق من الذین دور انداخت یک جماعت از او کسانی که اوتوا الکتاب برشان کتاب داده شده بود. چی را دور انداخت؟ کتاب الله، کتاب الله را، وراء ظهورهم پشت سر خشان، کأنهم تگوی لا یعلمون اج نمیدانند، واتبعوا تابیداری کردن یا از پی شدن ما از او چیزایی که تتل الشیاطین رو میخواندن یا پیروی میکردن تابیداری میکردن شیاطین علی ملک سلیمان در زمان پادشاهی سلیمان علیه السلام. و ما کفر سلیمان، کفر نورزیده یعنی سحر نکرده سلیمان علیه السلام، ولكن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانا سحر کردن کفر کردن، یعنی سحری که موجب کفر بود. یعلمون الناس السحر، تعلیم دادن به مردم سحر. و ما انزل علی الملکین، نازل نکرده شده بالای دو ملک به بابل در بابل، هاروت و ماروت که او را هاروت و ماروت معرفی کردن. یک ترجمه است، دیگه ترجمه را میکنیم. و ما یعلمان من احد، تعلیم نمیدادن این دو کس برای هیچ کسی، حتی یقول تا که میگفتن انما نحن فتنه، جز این نیست که ما ذریعه آزمایش هستیم، فلا تکفر، شما سحر نکنی که سبب کفر شود. فیتعلمون منهما، یاد گرفتن آموختند از امو اردو ما اوتر چیزایی را یفرقون بهی که جدا می ساختند توسط او چیز، بین المرء و زوجه، در بین شخص و همسرش. و ما هم بالضارین، نیست یاز ضرر رساننده بهی توسط سحرشان، من احد هیچ کسی را هم، الا باذن الله مگر به حکم الله که در تقدیر نوشته کرده باشه. و یتعلمون آموختن ما اون چیزی را یضرهم که بر ازیاز ضرر میرسانید، ولا ینفعهم نفع برشان نداشت.
ولقد علموا یقینا دانسته بودن لمن اشتراه هر خامخا هر کسی که بگیره امی سحر ما له فی الاخرت نیست برای تو مردکه در آخرت من خلاق حسه ولبئس خیلی بد است ما آن چیزی را شرو که فروختن بهی در مقابلش انفسهم نفسای خدا لو کانوا یعلمون کاش که میدانستن انجام و عاقبت این کارواییشانه ولو انهم آمنوا اگر یا ایمان می آوردن واتقوا السحر و ساحری خود داری میکردن لمثوبت من عند الله او اجر و پاداشی که از جانب الله متعال برشان مقرر بود خیرون خیلی بهتر بود لو کانوا یعلمون کاش که میدانستن که اینطور مبتلا به سحر نمیشدن. در آیات قبلی هم خباثت یا مذمت یهود بیان شده. یک خواهر نوشته کرده بود مذمت چی معنا داره؟ بدی یعنی زشتی و امو عمل ناشایسته یهود بنا ایره مذمت یا بدی ما و شما میگیم. الله متعال بدی های بنی اسرائیل در اینجا برای ما ذکر میکنه تا باشه امت پیغمبر علیه السلام از همچو بدی ها خودداری کنن و یا مبتلا به بدی ها نشوه. چرا که مبتلا به بدی ها اسباب جلب غضب الله و بدبختی و شومی یک انسان و شخصیت است. اگر ایره هر کسی مرتکب میشه ای اسباب بنی اسرائیلی باشه یا غیر بنی اسرائیلی کدام سرنوشتی که برای اسباب الله مقرر کرده به هر کس میرسه. پس این خاص برای بنی اسرائیل نیست که اگر وا اینی بدی و زشتی را پیدا کرد این بینمی سرنوشت بد مبتلا شد اگر کسی دیگه همی اسباب اختیار کنه به زشتی مبتلا نمیشه. پیش الله متعال قوم قبیل مردم لهجه یا اعتبار نداره. الله متعال کدام چیزی که اسباب بدبختی پیدا کرده اگر ده هر کس موجود شوه امو بدبختی سرش میآید. کدام اسباب نیکبختی و سعادت است اگر ده هر قوم و طایفه موجود شوه الله امو سعادت و نیکبختی را شامل حالش میگردانه. در آیات قبلی الله مذمت و بدی از واره به تبعیض احکام الله که احکام الله را تبعیض قائل شدن. بعضی را که مطابق میل و طبیعتشان بود او را انجام میدادن عملی میکردن و بعضی را که مطابق میل و طبیعتشان نبود او را عملی نمیکردن. اصل ایمان و بندگی الله متعال محورش اطاعت الله از روی ایمان و صداقت است نه از روی ازی که منافع شخصی ما در این حکم موجود است انجام میدم اگر موجود نیست انجام نمیدم. و معیار برای فرق بندگی هم امیه است که یکی از روی اطاعت الله انسان یک امر انجام میده به خاطر خوشنودی الله کار میکنه و دیگه اگر فایده و مصلحت دایش میبینه یا نمیبینه فقط به این خاطر که امتثال حکم الله میشه اجرای حکم الله متعال میشه به می اکتفا میکنه. از این خاطر مؤمنا گاهی هم فلسفه احکام جویا نمی باشند. پرسان نمیکنه که چرا ما روزه میگیریم چرا نماز میخوانیم نه چرا به خاطر که تو فقط فرمان الله خالق فرمان داده تو انجام میدی. به این سعی نمیکنه که چرا. ابلیس لعین به این گپا سعی کرده بود که چرا آدم علیه السلام از خاک پیدا شدم از آتش چرا الله مرا امر میکنه که به سجده کنم. وقتی دی نظر کرد الله متعال او را رسوا شرمنده به لعنت گرفتار کرد. مومن گاهی هم این سوالات نمیکنه چرا که الله خالق و مالک است او متصرف ماست او هر نوع تصرف در ما میتونه هر امر دستوری که بر ما میده با وصفی که الله متعال هیچ امر و دستوری نمیده که مصلحت انسان دو نباشه. چرا الله نیاز به کارا و طاعت و عبادت ما نداره. از امو خاطر در هر امر الله بر ما میگه لعلکم تتقون لعلکم تعقلون لعلکم تذکرون لعلکم چیسته تفلحون. اینا در هر جای کلش منافع پس بری بندگان الله میاد. چرا الله عادل است الله خبیر است الله قیوم است الله حکیم است. بی مصلحت هیچگاه یک حکم و فرمان نمیده و نمیکنه. از او خاطر است انسان در مورد الله خود این عقیده را باید داشته باشه. امروز است که بعضی سوالات توسط ملحدین تا بالا میشه چرا در احکام الله میکنه چرا در تو روزی دراز روزه باشه 22 ساعت در بعضی جا روزه است حکم الله است. این قدر عمر تو در عیش و عشرت تیر کردی در نعوذ بالله در خوردن نوشیدن تیر کردی همین قدر امر خو تو مورد امتحان قرار بگیری که واقعا بندی الله استی یعنی بندی نفسی هستی بندی خواهشی هستی کدام رقم بنده هستی. از جنت و دوزخ مرتب سری نمی امتحان میشه. اگر امتحانات نباشه یکی را همونطور الله در جنت ببره یکی را در دوزخ ببره اول تو اعتراض میکنی مرا چرا در دوزخ میبری. از او خاطر که تو
تکت یا سند امتحان داشته باشی در دست، هیچ کس سر انتقاد نمیتونی. چرا جنت میری؟ به خاطری که در دنیا زندگی زیر فرمان و طاعت الله را تیر کرده، از او خاطر تو قط خود سند داری. نفری دیگه جهنم میره، چرا؟ به خاطری که بندگی الله را نکرده، خالق خدا نکرده، بندگی هواس و خواهشات و نفس کرده، از او خاطر جهنم میره. سند الله پیدا میکنه به خاطر که تو انتقاد نکنی، وگرنه الله عادل است. اگر کلگی را در جهنم ببره، هیچ کس حق انتقاد نداره. لا یسأل عما یفعل، از الله سوال نمیشه که چی چیزا میکنه، و هم یسألون. بنده ها مورد سوال و بازخواست قرار میگیره که الله قدر احسان قطعت کرده، این زمینه را برات مساعد کرده، چرا تو پیش نرفتی؟ در آیات قبلی الله متعال بر ما واضح ساخت که یهود بدیشان دایی بود که قانون الله را شکستاندن، تبعیض قائل شدن. آن چیزی که سرنوشت نیکبختیشان بود او را به باد هوا دادن، تبعیض در احکام الله قائل شدن. حالی دیگه بدی امی یهود بیان میکنه. هرگاه یک انسان دلش به انجام یک امر نباشه، بهانه ها را جستجو میکنه به خاطر شانه خالی کردن از حکم الله متعال. پیش پیغمبر علیه السلام در این مورد بسیار شان نزول مفسرین زیاد نقل میکنه. ما اکثر شان نزول را بیان نمیکنیم، چرا که آیت منحصر سر او گپا نمی باشه. آیت حکمش عام می باشه، در هر زمان، در هر تاریخ، در هر قوم، در هر منطقه، در هر جای تطبیق میشه. یهود یکی از جمله خباثت هایشان، زشتی ها و بدی هایشان ای بود به جای از اینکه اطاعت حکم الله را بکنه و انوزم توجیه میکردن به نه انجام دادن حکم الله، برای خود یک بهانه و دلیل پیدا میکرد. این دیگه بد کار است که هم حکم عملی نمیکنی، هم باز برای خود دلیل طلب میکنی از دروغ، این دلیل شیطانی را پیش میکنی. پیغمبر علیه السلام هم گفت وحی سری تو کی میاره؟ گفت جبرئیل امین. گفت نه، اگر وحی را میکائیل می آورد ما ایمان می آوردیم، به خاطر که میکائیل فرشته رزق و روزی تقسیمات میکنه، مردم خیر و برکت از پیش میبینه. جبرئیل امین او فقط احکام میاره سخت، کسی را ملزم به روزه، کسی را به نماز، کسی را به جهاد، این احکام سخت آورده رویسته. بعضی مناطق هلاک کرده، زیر بال خود گرفته منطقه را کلش هلاک کرده. ما اینطور فرشت ملکی که قسمی کارا را میکنه وحی از او را قبول نداریم. بی خبر از این که سایکو عقل انسانی ناقص می باشه. برکات میکائیل علیه السلام مادی است و کلش تعمیر جسم انسان است. هر قدر چیزایی را که میکائیل علیه السلام باران، گیاه و گپا تقسیمات است مادی است، لیکن الله متعال توسط جبرئیل امین او طور چیزی را میاره که او اصلی جوهر کمالات انسانی است که او وحی الله متعال است. چرا توسط وحی الله کمالات انسان بالا میروه؟ دی نظر نکردن، دیدی عقل انسان همیشه ناقص است. فکر میکرد که البته میکائیل علیه السلام رزق و روزی را تقسیم میکنه، او دیگه چیسته یک قاصد خوب است، یک قاصد خوشخبری والاست. جبرئیل امین نیست، حالا که نفهمیدن. خب لیکن اصل مقصد خود دیگه جا است. جبرئیل و میکائیل در اختیار خود نیست. جبرئیل و میکائیل به حکم الله میاد، به فرمان الله میاد، فرقی نمیکنه و مامور به وظیفه است و به اذن الله ماموریت خود انجام میده. وظیفه از جانب الله متعال داده شده. اینجا خوبی و خرابی در قاصد نیست. کسی که به کدام وظیفه موظف است امو وظیفه را باید پیش ببره. ولی گپ دیست که وظیفه را که خوب پیش میبره این مهم است. از او خاطر است که الله وقتی در خلقت خود زن و مرد اردو را پیدا کرده، الله پیدا کرده. در پیدا کردن زن و مرد تفاوت های نیست، اردوش مخلوق الله متعال است. به هر کدام وظیفه مشخص کرده. امتیاز دیسته که کی وظیفه خدا با وجه احسن و درست مطابق دستور و تعلیمات الله به سر میرسانه. این اهمیت داره. از همون خاطر در میدان گرفتن کمالات انسانی، در میدان گرفتن اجر و ثواب از جانب الله، زن و مرد یکسان است، هیچ تفاوتی نداره. بلکه در میدانهای کمالات بس اوقات میشه زنها از مرد پیشی بکنه، سبقت بکنه، به خاطر ازی که او اطاعت از او زیاد باشه، او خیلی زیاد خدا میفهمانه و به انجام وظیفه خود بسیار چی می باشه، کوشش میکنه، اصرار میکنه. و مرد بازی گوش و لوبالی می باشه. حالی ما در میدان طاعت و دعوت الحمدلله دیدیم خواهرای ما پیش قدم است. همیالی در میدان دعوت از شما جوانای مردای جوان کده، خواهرای ما حلقات هم داره، دعوتشان هم خیلی تیز است. این یک کمال است که هر کس تلاش بکنه الله متعال برش نصیب میکنه. اینجا ملک اختیار نداره، مامور و موظف از جانب الله است.
و وقتی تو به الله تسلیم شدی ولو که هر کس پیشیت روان میکنه او اهمیت داره. دمو پیش انصاری وقتی که پیش پیغمبر علیه السلام آمد جلیبیب بود، به پیغمبر میگه برای ما زن پیدا بکو. او روان میکنه در خانه یک انصاری، شخصیتی که هیچ کس نمیشناسه، نه خانه داره، نه کاشانه داره، نه نام و نشان داره. در پشت در دروازه را میزنه. وقتی که انصاری میاد گفت مرا پیغمبر روان کرده دختری تا به ما بده. ما و شما باشیم چپیلاکاری را شروع میکنیم، حالی نعوذ بالله برش میگیم تو هم خوب گفته بودم پیغمبرم خوب گفته بودم، اینطوری میگیم. در سری دروازه دختری مرا طلب میکنه. اینطوری گپ است. انصاری ایران میمانه، شخصیت نمیشناسه، این کی است، کجا خانهش است، چه قسم آدم است. لیکن دختر معلومات کافی داشت، قدر و منزلت رسول الله را او یاد داشت. از داخل خانه دختر صدا میکنه پدری خدا، برش میگه پدر به این شخصی نکو، به او کسی کو کی روان کده شه، یعنی کی را پیام رسول الله صلی الله علیه وسلم آورده. دیستی انصاری گفت دختر راضی است دیگه، راست میگه پیغمبر روان کرده. او اینطور شخصیت بود که رسول الله وقتی که توی کرد دمو شب عروسیش در جنگ رفتن و اونجا پیغمبر در بین شهیدا مردی از او را تلاش میکرد که کجا شد، کدام مقام و منزلت که الله برای از او داده بود. و همون مقام و منزلت نصیبی دختر شد که شوهر ازی در جنت باشه. اینطور نیست که کمالات همونطور باشه. یک درک بود، پدر این درک نداشت، دختر این درک داشت. او میفهمید که پیامی که از طرف رسول الله است ما این شخص سعی نمی کنیم، پیامی رسول الله را سعی میکنیم. این قدر و منزلت زیاد داره. از همون خاطر است اگر ابلیسی لعین فقط به فرمان الله سعی میکرد، نه به این سعی میکرد که امر کدام جنبه داره، کدام مصلحت داره، ده این سعی نمیکرد. میگفت فرمان الله شده. ملائک به فرمان الله سعی کردن، نگفتن که یا الله ما تمام عمر عبادت میکنیم و این شخص خونریزی اولادشان میکنه، ما چرا بریزی سجده بکنیم؟ نه، فرمان الله را در نظر گرفت. دی سعی نکرد که کدام انسان از چی میکنه چی نمیکنه. ابلیس دونمو سعی کرد. ما و شما احکام الله را در اصلیتش سعی میکنیم که از جانب کی سر ما فرمان شده. دی سعی نمیکنیم چی مصلحت‌ها داره یا نداره. هرگاه که ما دنبال نمی مصلحت‌ها گشتیم باز اطاعت الله را با وجه درستش کرده نمیتونیم. اولی معتبر خو کدام پیام که بری تو داده شده در او بیاندیش که چی کدام پیام است. جبریل امین در بین ملائک امتیاز والای دارد. در کل ملائک مقربترین ملک جبریل امین است. قرآن او را یاد میکنه مطاع ثم امین. او سرکرده است، اطاعتش میشه، ملائک در اختیارش قرار داره، لشکرایش موجود است. اینطور شخصیت است که الله انتخاب کرده به خاطر بردن وحی. یا است که اشاره به این نمیکنه میکائیل برای حیات ابدان ما، حیات بدن ما رزق و روزی را تقسیم میکنه، اما جبرئیل برای حیات ارواح ما وحی الله را میاره، قرآن کریم میاره. از او خاطر نامی از او روح القدس است. اونجا تشریح نکردم دین روز، قدس پاک میگه و روح چیزی که سبب حیات باشه. جبرئیل امین روح القدس به خاطر میگه که او حامل وحی الله است. قرآن کریم سبب حیات انسان هاست. اگر انسان خط زندگی با قرآن نداشته باشه باز او انسان نیست. او یک انسانی است مثل یک گیاواره، بلکه از چارپای کدم پایین میشه. اگر زندگیش توسط برنامه های قرآنی نباشه، وحی الهی نباشه، او در جمله چارپای شمار میشه، نعوذ بالله. از او خاطر یکی از شرافت ها و فضیلتی که الله نصیب ما و شما کرده همیسته که ما با کتاب الله خصوصا در رمضان مبارک تعلق و رابطه داریم. این کمال از ما نیسته، الله توفیق داده، الله نصیب کرده و الله دیگه هم نصیب کنه که یقینا زندگی ما عملا با برنامه های قرآن موافق باشه و آراسته باشه، محض آمدن و رفتن نباشه. یقینا در زندگی ما قرآن حاکم باشه، قرآن حاکمیت داشته باشه. جبرئیل امین او سبب و ذریعه حیات ارواح میشه، وحی الله را میاره. از او خاطر الله سر یهود انتقادشان دفع میکنه توسط ازی که جبرئیل امین حامل وحی قرآن است، سر قلب رسول الله میاره. شما قدر و منزلت ازی را نمیشناسی ای ناقصین. خو قبل ازی که در آیت در تشریح بپردازیم، مناسب است که یهود چرا امی انتقاد اعتراض میکنه. در او زمان هم محدثین کرام وقتی یک حدیث یعنی سخن رسول الله با ما و شما میرسه، خودی سخن رسول الله دروغ نمی باشه. وقتی که ثابت شود که سخن رسول الله است، مردم که میگه حدیث موضوعی است، موضوعی معنی خود ساخته است. سخن پیغمبر خود ساخته نمی باشه، سخن پیغمبر وحی است. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی
خو شرط است که همین سخن از پیغمبر است یا نه، یا کسی یک نفر از جان خود جور کرده به نسبتش به پیغمبر کرده. این اهمیت داره. حدیث که ضعیف میشه، حدیث که موضوعی میشه، به این خاطر نمیشه که سخن رسول الله است باز ضعیف است، سخن رسول الله است باز موضوعی است. نه، این ثابت شود که بله سخن پیغمبر، که پیغمبر سخن ثابت شد، باز ضعیف مهیف نمیشه، باز دیگه قوی ترین سخن است بعد از کتاب الله سخن رسول الله است. خو اینجا محدثین کرام میگه یکی متن است یکی سند است. برای تثبیت سخن رسول الله سند بکار است. وقتی یک سخن میگی که اینی را پیغمبر گفته، کی گفته ایره، کی برات نقل کرد، احمد، محمود، همینطور بکر، عمر، حسن، حسین تا کجا را رسانده، همین مردمی که نقل کرده این مردم عادل است یا نه، حافظی قوی داره یا نه، این مردم ها واقعیت دروغ نمیگه، سخنایشان همیشه مخالف مردم نیست، چه قسمی است این مردم ها؟ تا که تثبیتی از یا شوه ای را به نام سند یاد میکنه. همیشه حدیث روی سند میچرخه که ضعیف است یا قوی است یا صحیح است یا مقبول است یا مردود است یا منکر است یا شاذ است یا محفوظ است. تقسیماتی که در اصول حدیث میکنه این به اعتبار سند است. خب گوی به اعتبار متن می باشه. نکارت متن سند صحیح است، راویای ازی مکمل عادل و ثقه و بگوی حافظیشان درست است، نه کدام علت داره نه شاذ هستند، لیکن در متن نکارت است. این متن سازگار با روح دین نیست. از او خاطر این متن باید رد شود. مثل که من دیروز گفتم کتاب توحید شیخ محمد، او روز گفتم کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب در یک درس که نسبت شرک به آدم و حوا علیهم السلام کرده و او شرک در اسما میگه او قدر خفیف است، لیکن این گپ صحیح نیست. شرک به هیچ وجه گنجایش نداره در شریعت های اسلامی، به هیچ وجه. پس چطور نسبت به پیغمبر نسبت شرک شوه، به خاندان نبوت نسبت شرک شوه؟ از او خاطر علما جواب میگه که این متن قابل قبول نیست. سند صحیح است لیکن متن قابل قبول نیست. خو سخن وقتی ما میخوایم ضعیف بکنیم، خراب بکنیم، از دو ناحیه خراب میشه، یا در متن خرابی پیدا کو و یا در سند خرابی پیدا کو. الله متعال برای تثبیت این امر که اینجا هم سند قوی است و هم متن قوی است. متن قرآن است، مصدق است، هداست، بشراست، قرآنی کمالات داره، هیچ نوع نکارت و بدی و زید دیده نشده. و سند جبرئیل امین است، این از طرف الله آورده، جبرئیل امین آورده، شخصیت ممتاز، شخصیتی که مطاع است، ملائک و لشکر قطش روان است. یک آدم روایت میکنه، خواست پیشش کسی دزدی میکنه، لط میکنه، میگی گپ اینطور نگو اینطور بگو. جبرئیل امین کسی لط نمیتونه در راه، از حکم الله را که بیاره قوی است. از همون خاطر است که محدثین کرام سند و متن تحقیقش در ذمه گرفتن. الحمدلله برای صفا کردن سخنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اوایل امت این گپ آمده. امروز که حدیثا ضعیف و قوی میشه، این محدثین نمیتونه که یک حدیث بگه ضعیف یا قوی. این بدبختای جاهلا میگه سری شیخ البانی رحمه الله انتقاد داره، یه حدیث ضعیف میگه. جناب شیخ البانی رحمه الله حدیث ضعیف گفته نمیتونه. او علمایی که در او زمان روایت حدیث کرده بردم، در مو وقت علمای خیلی خبره، علمای هوشمند، علمای دلسوز، علمای متقی، علمای امانتدار، علمای امین امت، امور راویا را میشناسه یکه کی کیست، این دروغگوی است یا نیست، این حافظش ضعیف است یا نیست. او از اونجا نقل میکنه، نظر به گفته از او امروز سری حدیث حکم میشه که یا ضعیف است یا موضوعی است یا صحیح است. شیخ البانی خود حکم نمیکنه، خود نقل قول ابو مردم میکنه که در ذمه خود گرفته بود که بعد تحقیق حدیث بکنه، نقل قول از او نمیکنه. این بدبختا همی قدر جاهل هستن، همی گپ هم نمیفهمه. میگه شیخ البانی چی کار است که حدیث صحیح و ضعیف کنه؟ شیخ البانی را الله این علمیت داده بود. ما تو 4 نفر میشناسیم سر تا پا را که چی رقم آدم است، او همی کل راویا را میشناخت، اینقدر تحقیق کرده بود در موردش. ولی البته بشر از خطا میشه، یک حدیث یک جای صحیح کرده ببینی که یک راوی در اونجا ضعیف میبره، دی شکی نیست. از همون خاطر تراجعات امام البانی رحمه الله پس که رجوع کرده، یک حدیث صحیح گفته پس آن تحقیق کرده ضعیف بوده، رجوع کرده، حدیث ضعیف بوده پس آن تحقیق کرده و صحیح بوده، رجوع کرده. بشر است. اما الله در این عصر، در این آخری امت یک مقام و منزلتی که الله برش داده،
الله او را درجات عالی نصیب بکنه. خدمت شایان بزرگ در مورد حدیث رسول الله بسیار شایان خدمت کرده. این جدا مسئله است که یک روبا، یک نعوذ بالله، یک کسی که علم نداره تو باور به الله بکو اگر کلمه را ترکیب کرده بتونه می رساله‌ای که میبرایه به نام نعمانی است چی است خود نعمانی معرفی میکنه. اگر مرد است یک دفعه بیا قطمه بشینه یک عبارت میخوانیم، عبارت بخاری شریف، یک دو حدیث عبارتش میخوانیم. اگر مرد است مو بیا یک عبارت بخاری شریف بخونه که میتونه خوانده آنه. لیکن این میگیره نعوذ بالله در مورد شخصیت ازو رسالگه کار توضیح کرده رئیس مردم عوام فریبی میکنه. مردم عوام بیچاره خو نمیفهمه. خلاص روایات مجعولی و دروغ مکمل نوشته کرده. یک رسالهش تنقید کرده دکتر سیب ابراهیم الحمدلله، رساله که بعد از با اثبات دعای اجتماعی نوشته کرده او را پس تنقید کرده. اما یک رسالهش کسی بخونه علمت او مردم اصلا اون نیست، تو یک طالبه است پشتش ملاهای دیگه است. افسوس به اون ملاها که در روز قیامت پیش الله چطور پیش میشه، چطور جواب میده، چه قسم این مرد علمتتان چقدر است که شما با این اندازه چی میکنه. گپی ما چی بود که سند و متن ضرورت است. دین که تشریح میشه بعد سند و متنش مکمل درست باشه. یهود اولین مردمایی هستند که میخواستن سند ضعیف کنه. جبریل امین روحش قبول نداریم. وقتی که قبول نداریم قرآن خود توسط جبریل امین آمده این سند مخدوش شد، این سند لکدار شد. خیر قرآن که آورده یا قابل قبول نیست. و این انتقاد چرا میکرد؟ به خاطر که تورات در جای خود باقی بمانه، منسوخ نشوه. اگر قرآن تثبیت شوه وحی الهی توراتی از یا باقی نمیمانه. از او خاطر یا انتقاد سری سند کردن. امروزم از تاریخ صحابه به این طرف اولین حمله را که سری سند حدیث کرده همیشه چوچه های یهود بوده، چوچه های عبدالله ابن سبا یهودی بوده. امروزم از او خاطر او مردم همیشه صحابه را میگه مرتد است. نعوذ بالله. چرا میگه صحابه مرتد است؟ خبر داره؟ به خاطر که دین بر ما توسط کی رسیده؟ بگوید توسط کی رسیده؟ قرآن توسط صحابه به ما رسیده و دین توسط صحابه بر ما رسیده. وقتی که صحابی تا مرتد کرد سندی تا قطع کرد، آلی دین تو قابل اعتماد باقی نماند. از او خاطر رو میگه شما ببینید که این حمله بزرگ است، حمله بزرگ. و تعجب در اینجاست که امروز کلمه تکفیر در زبان شماست و مردم فریب میده که فرقه وهابیا خوارج واری پیدا شده، مردم تکفیر میکنه. ما این رد نمیکنیم. یک تعداد به علما راستی 4 دانه جوانی که یک روز مدرسه رو نخوانده ظاهر آیت قرآن هم معنا کرده نمیتونه و هر کس مرتد و کافر میگه. ما اعلان براءت و بیزاری را از همچو کسا میکنیم و کردیم، تقریرم کردیم و نمایندگی سلف نمیتونه و از مسلک ما هم نمیتونه، از عقاید ما هم نمیتونه و ما هم کافر میگه. با تاسف که امو شاگردای خود ماست، حتی دخترکایی که 2 روز مدرسه رو نخوانده اما ما را نسبت کفر میکنه دیگه شخو. لیکن ما اعلان براءت و بیزاری میکنیم که وا از ما نیست، نه نمایندگی عقاید ما را میکنن، از افکار نه اندیشه ما را. ما به منهج سلف روان هستیم الحمدلله. اصول داریم. ما کلی احادیث مطالعه میکنیم، سر یک حدیث حکم نمیکنیم. کلی آیات قرآن را جمع میکنیم. تفسیری که برای آیات قرآن سلف ما کرده، تفسیری که به حدیث سلف ما کرده، امو تفسیر میگیریم، از خود حکم نمیدیم. و خصوصا مبادرت در تکفیر، در کافر گفتن یک کسی قطعا نمیکنیم که یک کسی را کافر بگویم. به این اندازه در مسئله فتوای کفر بسیار احتیاط بکار است. او مردم نمایندگی ما را نمیتونه. اگر چی خود معرفی کنه شاگرد مولوی صاحب هستیم، لیکن نه و نه شاگرد ماست، به خاطر ازی که و مرجع فتوا نیست، مرجع فتوا شده نمیتونه. اما امی مسئله تکفیر که قدر بعد از شما مردم فریب میده که یا تکفیریستن. اول تکفیری کیست؟ اول تکفیری در امت کیست؟ اول تکفیری در امت همون کسایی است که صحابه را مرتد گفته کافر میگه. اول تکفیری توستی و ای تورام نه وضع کرده ای در مذهب خود یک اصله، یک اصله در مذهب خود وضع کرده ای و گفته ای که ای در دین اصل است. اگر ایمی اصل کسی قبول نکنه و کافر است. امامت در مذهب خود اصل دین مقرر کرده. میگه کسی که از امامت منکر باشه کافر است. اول تکفیری توستی یا من؟ بگو تو کل مسلمان را کافر گرفته ای. چرا؟
مذاهب اهل تسنن امامت اصل دین نمیدانه. اصول دین در بنزد اهل تسنن سه است. یکی ملای درمانده ما بود بیچارا که علم نداشتن، در مسجدها مردم هم میگفتن اصول دین 8 قسم است. خودش سنیست لیکن اصول شیعه را بیان میکرد. 8 نیست، 3 اصل در دین داریم: توحید، رسالت، میعاد یعنی موضوع آخرت. این 3 اصل در دین است. 8 نیست. امامت در اصول دین نیست. مذاهب اهل تسنن امامت قبول نداره. شما کتابایتان تصریح کرده که کسی امامت قبول نداره و کافر است. تو کل اهل تسنن کافر گفته ای، خبر داری نه؟ خیلی بیچارگکا تالی از مذهبی خودم خبر نداره. ما به می ملاهای خود بسیار دلم میسوزه. این بیچاره یقین بکن مذهبی خود نمیشناسه. او مردم امام ابو حنیفه را رحمه الله ای را میگه که ای امو بزرگترین ناصبی و مشرک بزرگ است. امام ابو حنیفه رحمه الله را گفته، در کتابا مملوست پر است. تو بیچارگک رفته آلی قطع از یک جای شده ای، امرای از یک جای شده بر علیه ما فتوا داده رایستی که من دفاع از سلف میکنم، دفاع از صحابه میکنم، دفاع از تابعین میکنم، تابعین میکنم. تو جناب رفته قطع از یک جای شده بر علیه ما قیام کرده ای. تو چی رقم مسلمان هستی؟ واقعیت بگو. تو خود مسلمان میدونی؟ در سوال پانتونی تم بیاره که عایشه در سوال 4 جوابه: الف فاحشه است، با فاسقه است، جیم فاجره است، دال امایش است. تو مسلمان ملا که اونجا سند میگیری، تو را بالله قسم غیرت داری، ایمان داری، کدام جواب میدی همینجا؟ کدام جواب میدی؟ تو غیرت داری مولا. این رزق دمی بند است که سند بگیره از یک جای. سند از کی آدم بگیره؟ از کی بگیره؟ باز یک تعداد سلفی هست. یک تعداد سلفی هست. خود سلفی میگیره، با منهج سلف میگیره. بازیر میره از اون طور مراکز سند هم بری خود میگیره. این مردم ایمان تیر میکنه. آخر همی دین چیست؟ همی زندگی آدم برای چی است؟ اج ند پانتون نمیرم، سند ندارم، خدمت دین الله را به سند میکنم. هیچ درس قرآن میدم خلاص، در اطفال درس میدم، 4 روز عقیده را به مردم درس میدم، هیچ همون کار ندارم. رزق مرا الله میرسانه. خب کسی که دین ذلیل کت نعوذ بالله خودش ذلیل میشه. را یاد داشته باشه. این مردم در انجام خود خیر نمیبینه. یادتان باشه کسی که دین سبک شمرده، سری دین غیرت نکرده، انجامی از یاد درست نیست، انجامی از خطرناک است. منظورم است که صحابه را کسی مرتد میگه بفهمه که چوچه یهود است. اولین انتقاد سری سند یهود کرده بود، سری جبرئیل امین. در این امت سری صحابه که کسی انتقاد میکنه او چوچه یهود است. قرآن برای ما میگه، قل بگوی پیغمبر علیه السلام: من کان عدو لجبریل، کسی که دشمن برای جبرئیل امین باشه. جزا چی است؟ جزا کسی که دشمنی جبرئیل امین باشه او دشمن الله است. اون آیت پشت سر میگه: من کان عدو لله و ملائکته و رسله و جبرئیل و میکائیل فإن الله عدو للکافرین. الله دشمن اینطور مردم است یا کافر است. اینطور از آیت بعدی جزا خودش معلوم میشه. آیت بعدی چی میگه؟ که یا عدو کافرین است. پس اینطور میشه: قل بگو من کان عدو لجبرئیل فإنه کافر. بگوی پیغمبر علیه السلام کسی که دشمن جبرئیل امین باشه فإنه کافر، ای کافر است. چرا کافر است؟ بخاطر که من کان عدو لله و ملائکته و رسوله و جبرئیل و میکائیل فإن الله عدو للکافرین. دشمنی جبرئیل دشمنی الله است و دشمنی الله چیست؟ کفر است. خلاص. بگوی پیغمبر علیه السلام کسی که دشمن جبرئیل امین است، دشمنی الله پشت سر میاد. کسی که دشمن جبرئیل امین است فإنه نزله. دشمنی جبرئیل چی رقم میکنه؟ نسبت غلطه، کار ناشایسته را نسبتش به جبرئیل امین میکنه. جبرئیل امین به حکم خود، به فرمان خود، به اختیار خود قریه ها را هلاک نکرده. قریه ها را هلاک نکرده. فرمان الله متعال شده، ماموری موظف است از طرف الله متعال، وظیفه را انجام میده. این دلالت بالای کمال جبرئیل امین میکنه، نه برای نقصان جبرئیل امین. تو که موظف از جانب الله متعال باشی به یک وظیفه، وقتی تو کمال حاصل میکنی که امر انجام بدی در سر برسانی، که سر نرسانی تو نقصان میکنی. یک. بله
دوم طریقه و چی میگفتن؟ اصلا مقصدشان دیگه است. محل وحی پیغمبر علیه السلام نیست، اصل هدف یهودی بود، عناد و حسد داشتن، در این انتظار بودن که وحی در بین ما میاد، پیغمبر در قوم ما میاد. زمانی که خبر شدن که وحی در قوم ما نآمده، در اولاد اسماعیل علیه السلام آمده، نه در اولاد اسحاق علیه السلام، آلی دیگه انتقادا را شروع کردن، آلی نمیپذیرفتن. انتقاد اینطور کرده بود، منظورش چیسته؟ که جبریل امین صلاحیت وحی آوردن نداره، قابلیت نداره، نفری اهل نمیشناسه، با سری نفری اهل وحی می آورد که در بین ما بعد یک نفر پیغمبر انتخاب می شد. بله در این چوچای یهود هم همینطور فرقه ها پیدا میشه، اینطور عقیده است، میگه اصل وحی سری علی رضی الله عنه می آمد، لیکن جبریل امین خطا کرده، دشمنی داشت، سری محمد رسول الله آورده. اینطور فرقه فعلا هم موجود است، امی عقیده را داره، امی عقیده را داره. علی را الله می نامه، علی را الله می نامه. صراحتا گفتن نمیتونه که علی الله است، لیکن میگه نادی علیان، نمیگه که نادی الله، آواز بده به الله متعال در هر مشکل که الله علیم است، حکیم است، قادر است، قیوم است، متصرف است، هر کار کرده میتونه. میگه نه، آواز به علی بده، مظهر العجایب، شعاری از یا امیسته که بعد به علی آواز بده، علی هر کار میکنه. کلیپا را شما ببینه، باز بعد از براتون واضح میشه از علمای برجسته که وا از علی را میگه خداست، علی خداست، علی خداست، این را چیغ میزنن. میگه ما کلیپا داریم، مستند داریم که کار را میکنه. قرآن میگه کلگی ما یک هستیم. دیگهش میگه ما با حنفیا مشکل نداریم، مشکل ما با وهابی است. راست میگی دیگه، حنفیا خود قیت شیعه است، قبول داره میگه پاره قتل، مشکل خود نداری. مشکل با وهابی است، چرا که وهابی دفاع از سلف میکنه. وهابی شرک بد میبینه، نمیگذاره که شرک در ساحه مقدس دین داخل شود. تو که وهابی برش میگی، یعنی وهابی وجود نداره، هیچ فرقه نیست. هسته؟ کدام فرقه است به نام وهابی؟ ما خو ندیدیم. اگر یا امی عمل کردی ما را وهابیت میگه، ای خو الحمدلله اصل دین است. چی است؟ اصل دین است. اصل دین اگر یا وهابیت میگه دیگه یا دشمنی اینمی اصل دین است، دشمنی اصل دین است، دیگه کار نداره. قرآن کریم برای ما میگه کسی که دشمن جبریل امین باشه، جبریل امین یک ملک است. در مورد ملک مسلمان عقیده داره لا یعصون الله ما امرهم، نافرمانی نمیکنه آن چیزی را که الله برش فرمان داده. مخلوق معصوم است، قطعا گناه نمیکنه. مخلوقی از نور پیدا شده و خوردن نوشیدن نداره، مرد و زن نداره، لشکرش بجز از الله متعال به کسی دیگری معلوم نیست. در مختلف وظایف الله متعال مقرر کرده، مخلوق تابعدار الله متعال است، گناه و معصیت نمیکنه. برخلاف اگر کسی مخالفت ملائکه میکنه، تنها جبریل نه، اینا پشت سر میاد. باز ببینیم که مردم ما چی عقیده داره، مخالفت داره یا نداره. قرآن بازم به مردم نگویه ملاها، مردم هیچ کی دیگه کافر نباشه، سری ملائک کافر شده. هاروت و ماروت ملک میشماره و میگه که و زنام کرده، شرابم خورده، قتلم کرده، ده بت سجدم کرده و ده چای بابل آویزان هم است. بری از عوام پرسان کنه چی عقیده داره. قرآن چی میگه؟ کتاب الله چی میگه؟ تو مسلمان چی عقیده داری که دیگه هیچ کفر نداشته باشه؟ می کفر بسیط است که تو را در جهنم ببر. چرا؟ ایمانت کی کامل میشه؟ ایمان به الله، ایمان به ملائکه الله، دوم رکنی ایمان به ملائکه الله است. تو باید ایمان به ملائکه الله را بشناسی. ای علمای ما چرا به مردم نمیگن مسئله ایمان تشریح نمیکنه؟ همونطور در جنت میره. تلک امانیهم، با روزها آدم در جنت میره. 60 سال دکانداری کردی، یک روز در درسی عقیده ننشست که تو میشناختی. تالی را می عقیده داری که هاروت و ماروت در چای بابل آویزان است. نماز گفتن پسان بخوانی که عذاب سرش سبک شود. دنبال روایات اسرائیلی رفتی. یا علما نگوید که ما جواب نمیدیم، در روز قیامت الله از پیشتون سوال میکنه. این قرآن برای چی آمده بود؟ او شما چطور پنهان کرده؟ او تو دکاندار و دریور و مامور موظف و معسل هم سوال میکنه که 70 سال در تعمیر بدن خود کار کردی، محنت کردی، زحمت کشیدی، رفتی یک روز برای تعمیر روحی خود، برای حل مشکل و سوال دینی خود
در درس قرآن حاضر نشدی تو مسلمان، با سوار سری تو ختما میکنه. تو به قرآن عقیده نداشتی، قرآن کتاب آسمانی نمیدانستی، کتاب هدایت نمیدانستی، کتاب انقلاب و تغییر نمیدانستی. یک ساعتی تا به ترجمه قرآن نداده بودی، این قرآن برای تو چه فایده برسانه؟ چطور میکنی؟ جواب میدیم پیش الله متعال، رفته نیستیم، جواب میدیم. کل ما به این قسم نمیشه که ما خلاص شویم. محض چی هست؟ اینهم الا یظنون. اٹکل است، بگی یک مشت خیالات از سری و نمازو ما خود جنتیم جور کردیم و فرقه ناجم جور کردیم، منصورم جور کردیم، خیر و خلاص. لیکن از دین خبر نداریم. فإنه نزله على قلبك، جبریل من قابل قدر است، قابل عزت است، خبرداری. چرا؟ فإنه جبریل من نزله، آورده قرآن کریم که سبب کمالات انسانیت است، سبب کامیابیت است، سعادت دارینیت است. اینطور کتاب برات آورده. یک کسی که خطی بچه تا بیاره، یک رقم قدر و عزتش میکنی به خاطر که یک اوالی بچه تا آورده که جور است یا ناجور از یک مملکت. و کتابی که سرنوشت ساز است، تغییر زندگی تو میآید و تو را واقعا ضامن نجات، ذریعه نجات تو هم در دنیاست و هم در آخرت است. اگر کسی اینطور کتاب برات بیاره، چه رقم قابل قدر می باشه او ملک؟ و ملک قابل قدر است. فإنه نزله على قلبك، آوردن جبریل امین قرآن سری زبان نیست که پسان از یاد پیغمبر بره، سری دل پیغمبر میاره. دل قرآن که میاد وحی سری قلب پیغمبر. انبیاء علیهم السلام قلبشان خواب نمیکنه، چشمشان خواب میباشه، از همون خاطر در عین خوابم وحی میآمد. خواب پیغمبر وحی است، سری قلبش میاره. باذن الله، به حکم فرمانی الله متعال. الله موظف کرده کی وظیفه را انجام بده. مصدقا لما بین، خو سند خو قوی شد که جبریل امین است. خودی چیزی را که آورده این شاید بعض اشتباهات داشته باشه، نه، مصدقا لما بین یدیه، تایید کننده است برای اون مضامین مطالبه که پیش از این کتاب در دیگه کتاب ها سابق تیر شده. این کتاب از نگاه مضامین مکمل کتابی کامل است، تایید کننده کتاب های سابق است، یا موافق است برای اون نشانه هایی که در کتاب های سابق برای کتاب ذکر شده. کدام نشانه ها که برای آمدن کتاب است، امون نشانه ها در این کتاب مکمل موجود است. هیچ رای گریز نیست، رای انکار وجود نداره. باید اینطور کتاب بپذیری. بس سر رو چشم. مصدقا لما بین یدیه، یکی خود تایید مضامین سابقه را میکنه، موافق نشانه های سابق است. نه، که هیچ کس معلومات در کتب سابق هم نداشته باشه. محتوا و مضامین کتاب الله انسان بالکل قناعت میده. چرا؟ هدن، انسان سرگردان پشت هدایت است، پشت هدایت است. این کتاب مکمل هدایت است. ما ناق دعوا نمی کنیم. به الله قسم که هر قدر بگریزی و بدوی بدون کتاب الله رای حق و عقیده حق پیدا کرده نمیتونی. این را بدانی. ما قطع پیرا دیگر نزاع نداریم. دیرم اینجا نزاع داریم که پیر صاحب تو یک روز مدرسه را نخواندی، یک آیت قرآن تفسیر و ترجمه نکردی. امروز چطور مردم تسکیه کده رایستی، در عرشم رسانده رایستی، در یک چشم. پیغمبر 23 سال صحابه را تربیه کده رایی بود، تسکیه کده رایی بود و در عرش رسانده نتونست تو در یک رب زدن چشم آدم در عرش میرسانی. این از کجا پیدا میشه؟ شما یقینا پیرا کلش دعوای پیغمبری داره، خبر داری؟ نه، دعوای پیغمبری داره. این قرآن و حدیث کار نداره، میگه علم لدنی ما داریم، ما از نفس خود میگیریم. یا کلش پیرای دروغی و نعوذ بالله دعوای نبوت دروغ داره. خود نمیفهمه مردم بیچاره. مردم بیچاره میاره سجده را برش کرده رویسته، سجده کرده رویسته. پیر صاحب وظیفه داد مرا. همین وظیفه را کی میده؟ همین ذکر کی تعیین کرده؟ همین مقدارش کی تعیین کرده؟ وقتش کی معلوم کرده؟ کیفیتش کی برات گفته؟ غیر از رسول الله کسی دیگری تعیین کرده میتونه؟ خیر چطور پیر صاحب تو موقع میدی؟ ما دشمنی ما با پیرایی است که دین تباه کرد، برباد کرد. کرم درخت اسلام است، چپکت از درون خراب کرد. شه حلی اسلام در خود گرفت، مردم تباه از دین، از قرآن و حدیث بیگانه کرد. با قرآن و حدیث سر کار نداشته باش. فلسفیا، منطقیا، مردمای بیدین از بیرون آمدن انتقاد اعتراض سر قرآن و حدیث کرد، ما را دور کرد. یا از درون
تباهی در اسلام که آمد از این خاطر ما از این خاطر پافشاری داریم که او ملت دنبال کتاب الله بره، دنبال سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بره. راه نجات دمی دو چیز است. رسول الله گفته ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما. از جان خود نمیگم، رسول الله میگه پا گفته. چرا ما باور نمیکنیم پشت قرآن و حدیث نمیریم؟ های کاش که درک میکردیم میدانستیم. و هدن برنامه مکمل جامع هدایت است. هدایت چی؟ در دنیا طرز زندگی انسانی را، طرز زندگی اخلاقی را، طرز زندگی اسلامی را مکمل برات بیان میکنه. در آخرت هدایت است برای طرف جنت، راه های جنت برات مکمل نشانی دار کرده که چه قسم در جنت میری. اسبابش در دنیاست، در اختیاریت است. قرآن برات معرفی میکنه. و بشرا للمؤمنین، خوش خبری بزرگ است. مسلمانان توسط محض شنیدن آیات قرآن کریم چیسته تازگی پیدا میشد در روحیش. هرگاه قرآن میشنیدی بعد در جسم تازگی پیدا شود، روح تازه شود، خوشحال شوی. سری قرآن شنیدن بعد تو خوشحال شوی، نه غمگین شوی. پیر صاحب خب برات میگه لطایفت کارگر نمیشه 50 روز قرآن نخون. و بشرا للمؤمنین، خوی قرآن بشارت و هدا برای کیست؟ مؤمن، کسی که ایمان داره، کسی که تسلیم به نظام الله است. مؤمن کسی که ایمان داره، ایمان در دل باور داره، در زبان اقرار میکنه، توسط اعضا حرکت میکنه. قرآن کتاب سعادت میدونه، میاده درسیش. او کسی که قرار در دکانداری خود خواست او مؤمن است. سری قرآن باور داره، راست بگو. برو در دل باور داره، در زبان اقرار کرده، در عمل قدمی خدای طرف گذاشته؟ نگذاشته. نی بشارت چطور شود قرآن کریم برای ازو؟ من کان عدوا لله، کسی که دشمنی الله باشد. دشمنی الله چی را میگه؟ نه قبول کردن حکم الله، نه تطبیق کردن حکم الله، انکار از حکم الله، از نظام الله، شرک آوردن با الله، نفرت بغض داشتن با احکام الله. این کلش دشمنی با الله هست. دشمنی با دین الله، دشمنی با الله هست. دشمنی با دین الله. امروز دشمنی با دین الله میشه. 4 روز رفته در دنیای غرب، یک کمی کشوفه شدیده، خبر شده که امریکا قانونشان اعلان شد عمومی، نکاح جنس با جنس جواز. زن با زن نکاح میتونه، مرد با مرد نکاح میتونه. جشنای استقبالی برپا شد در امریکا سری این موضوع. ببینه شما باور به الله تعالی بکنه که انسانیت ختم شده از دنیای غرب، دیگه زندگی حیوانی است. هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. مردم میره، او مخلوقی که فقط از نگاه اخلاق در درجه منحط و پایین قرار داره، میره دموکراسی لعنتی از واره میره پشت کرده، در اینجا سری خود تطبیق میکنه. از این که کافری بزرگ دیگه است. قرآن بگذاره و دموکراسی را برای خود قانون جور کنه. کتاب الله را، حکم الله را بگذار، برو او طور مردمای پسته، مردمایی که حیوان صفت است، حتی تمیز نمیتونه، قانون جور کرده از واره بیا سری خود تحمیل کو. اینجا این کدام دین است؟ من کان عدوا لله، کسی که دشمنی الله باشه. دشمنی الله را براتون معرفی کردم مختصر. و ملائکتی، دشمنی ملائکه الله باشه. دشمنی ملائکه الله، الملائکه معصوم نمیدانی؟ تو عقیده داری هاروت و ماروت ملک بودن، دعوا کردن که انسان ها چرا گناه میکنن. الله برش گفت که و بسیار چیزایی داره که واره وادار به گناه میسازه. شما هم که همون قسم نفس بدم، همون قسم خواهشات بدم، شما هم گناه میکنید. نه، ما نمیکنیم. این روایات اسرائیلی است، در تفاسیر ذکر شده. هر تفسیر قابل مطالعه نمی باشه جنابا. در یک جای خطایت میکنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر ذوات فاضله را، اگر اولیاء را مستقل ندانیم، اگر یارا مستقل ندانیم، در وسیله قرار بدیم، هیچ پروا نداره. زد تباید کرد. در یک سوره در تفسیر سوره فاتحه، در یک سوره تفسیر سوره فاتحه زد تباید کرد. امی تفسیر اظهار البیان ما چرا اینجا آوردیم؟ اظهار البیان به خاطری که تفسیرش مستند است، مطابق منهج سلف است، عقیده سلف است. ما هر تفسیر نمیگیم. خوبی ها در تفسیر بسیار نکات مهم در بسیار تفسیرها پیدا میشه، لیکن به طور عموم تفسیری که تو را در بیراه نکشانه.
عقیده تا خراب نکنه. خدا خیلی فهمیدم میگیره بسیار دوستای ما، والا من چیزی را ندیدم دی تفسیر. تو چی را میفهمی که چیزی را ندیدم؟ یک برادر من میگه تفسیر معرف قرآن چیزی نیست. من گفتم بیار ایاک نعبد و ایاک نستعین بکش. تفسیر کابلی چیزی نیست. کل د صفات الله تاویلات شروع شده، تاویلات میکنه. معرف القرآن تاویلات میکنه. عقیده منهج سلف نیسته. چطور؟ یک دفعه سوال بکو، پرسان بکو که تفسیر چطور میکنی؟ تو همی عقیده را در برابر ملائک داشته باشی، تکذیب آیت قرآن نمی کنی. الله میگه ملائک معصوم است، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، چیزی که امر شده. نه و پایین شدن اینجا آمدن، زنی به نام زهره بود، خیلی زیبا بود، پیششان آمد مطالبه کاری بد از پیشش کرد، و گفت که نه تا که به این بود سجده نکنی، تا که شوهری مرا قتل نکنی، تا که شراب نخوری، تا که اسم اعظم به ما یاد نده، من امرای تو کاری بد نمیکنم. کلی کارا را کرد، اسم اعظم زهره یاد گرفت، رفت سیاره شده د آسمان، او د چای بابل د عذاب است. برای نصف مردم همی عقیده را داره. نصف مردم. کتاب الله چی میگه؟ من کان عدوا لله و ملائکته، کسی که دشمنی ملائک باشه. دشمنی ملائکه که اینمی تو عقیده داشتن است، اینمی تو عقیده داشتن است. و رسولی، دشمنی پیغمبران الله را داره. چی است او؟ و جبریل و میکائیل فإن الله عدو لل، این آدم کافر است و الله دشمن کافر است. و الله دشمن، تو دشمنی کافر میشی اگر عقیده داشته باشی. دشمنی با پیغمبران الله و رسولی، دشمنی پیغمبران الله چی را میگه؟ نه قبول کردن احکامی که آورده، شریعتی که آورده، استهزا میکنی، تحقیر میکنی. پیغمبر هم یک کارایی میکنه، نعوذ بالله، انتقاد میکنی پیغمبر چرا نوزن داره؟ چرا نوزن داره؟ چرا 11 زن نکاح کرده؟ چرا؟ مخالفت پیغمبرها، دشمنی با پیغمبرها، نه ترویج دادن سنت پیغمبر، سنت رسول الله را منفور بد مبغوض دانستن. امروز در مساجد ما رفع الیدین و آمین بالجر مبغوض ترین چیز است. بیای قرآن بخوانی که مسلمان باقی میمانی. آنی کل گناهش در دست علماست، عوام بیچاره نمیفهمه. پیش عوام رفع الیدین نعوذ بالله مستی که یک آدم بکشی، همین رقم فکر بکنه. یک روز حدیث نخوان که رسول الله رفع الیدین کرده، لا قلب می خاطر خو بخوان که همی مقتدیت خو بشنوه که همی عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم است. برو بنزد تو منسوخ، بنزد تو چی؟ بگوی ضعیف. یک دفعه خمی حدیث بخوان. نفرت با حدیث پیغمبر است یا نه؟ عامل ازور کننده ازور لط نمیکنه. چرا لط میکنه؟ یهود و نصارا برش نمیگه؟ او عالم جواب داده نیستی، پیش الله رفته نیستی، جواب داده نیستی. چی میگه؟ این مردم گرفت، مردم تفرقه انداختی از این کارهای خود. مردم یا یک رقم بود. سنت رسول الله زنده نشوه، سنت مظلومی رسول الله، مردم از سنت پیغمبر آگاه نشوه، عمل کردی رسول الله در عبادات الله به مردم واضح نشوه. این سبب تفرقه است. سنت پیغمبر سبب تفرقه است. اگر سبب تفرقه است، خب باید ارجو سبب تفرقه باشه. به میلیون ها مردم در حرم جمع میشه، نماز میخونه، اونجا تفرقه نیست، در مسجد تو تفرقه است. و جبریل، مخالفت جبریل امین میکنه و میکائیل علیه السلام میکنه. دو ملک ذکر کرد. اسرافیل هم آمده در حدیث، ملک الموت آمده، نام اسرائیل ذکر نیست. فإن الله ای به طریق اجمال بود، تنها میکائیل و جبریل به خاطر ذکر کرد که تذکره و یادآوری از جا میشد. یهود میگفتن که وحی را میکائیل بیاره، ما قبول داریم، خود جبریل آمد آورده از او خاطر قبول نداریم. الله به طور کلی حکم کرد فإن الله عدو للکافرین. اصلش اینطور است. من کان عدوا لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکائیل فإنهم کافرون. کسی که دشمنی با الله، با ملائکه الله، با پیغمبران الله، با جبریل، با میکائیل علیهم السلام دشمنی داشته باشه، یا کفار است، او الله دشمنی کفار است. فإن الله، یقینا الله متعال عدو للکافرین، دشمن برای کفار است. ولقد انزلنا الیک آیات بینات. الله متعال باز خباثت یهود بیان میکنه. این مردم ها همیشه
بهانه جویی کرده، نعوذ بالله عذرای بی مورد بی اساس برای خود میتراشه، به این خاطر که عمل نکنه، ایمان نبیاره، اونجوری انتقاد میکنه. حالی اعتراض دیگره. ولقد انزلنا، یقینا ما روان کردیم قرآن کریم از بالا آمده. الله سر عرش است، چرا که همیشه قرآن از طرف بالا آمده پایین میآید. ما روان کردیم به سوی توی پیامبر علیه السلام آیات، نشانه ها. آیه نشانه، آیت قرآن آیت میگه. چرا؟ نشانه بالای صداقت پیغمبر علیه السلام است، نشانه بالای کلام بودن الله متعال است. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، روان کردیم بالای تو نشانه های واضح برای ثبوت توحید خود، یا برای صداقت نبوت تو، یا برای صداقت قرآن کریم. و ما یکفر بها، انکار نمیکنه به آیات ها، الا الفاسقون، مگر مردمایی که از دین بالکل خارج شده. فسق در کافر که بیا اعلالا بر فسق می باشه، در مومن که باشه گناه کبیره هست. اینجا یا کافر بودن، قرآن قبول نداشتن، عقیده به قرآن نداشتن. انکار نمیکنه مگر از این قرآن کریمی طور مردم ها انکار میکنه که خود از دایره دین کشیده، وگرنه یعنی از دایره دین کشیده، حتی اعتنا به تأمل و تدبر قرآن هم نداره که حتی بشنوه. اگر یا یک کمی تأمل میکردن، درک میکردن که قرآن کتابی کیست. او کل ما عهدوا عهدا، آیا هرگاه که یا پیمان بستن عهدن به پیمان بستن، نبذه فریق منهم، یک جماعت از یا خیست او را نقص کرده. قرآن اینقدر کتابی با انصاف است، اگر یک نفرم در بینشان ایمان آورده، الله امورم لحاظش کرده. در بین یهود عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ایمان آورد، پادشاه نجاشی در بین نصارا ایمان آورده، عدی ابن حاتم رضی الله عنه ایمان آورده. در نصارا زیادتر، در یهود خیلی کمتر ایمان آورده. لیکن خباثتی از یا اینه مثل که تعهدات کرده، لیکن باز میده کرده. در تورات از یا تعهد گرفته شده بود که اگر اینطور پیغمبر با این نشانه ها آمد، شما تعظیمش میکنی، نصرتش میکنی، ایمان سرش میاری. لیکن وقتی که قرآن آمد، یا قبلا خود میگفتن باز دور انداختن. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکه اکثریت از ایمان نمیاره. ولما جاءهم رسول، هرگاه که آمد پیغمبر، چی رقم پیغمبر است؟ 3 قسم عظمت و بزرگی داره. هرگاه که آمد برشان رسول، پیغمبر عظیم الشان، نکره ذکر میکنه، این تنوین برای تعظیم است. یک پیغمبر خیلی عالی شان که شان خیلی بزرگ داره از نگاه شخصیت خود. شخصیتی بزرگ است، چرا که اخلاق بدی زشتی دهی قطعا دیده نشده. کل مردم شهادت میده بالای امین بودنش، صادق بودنش، شخصیت ممتاز که حتی مرجع حل نزاع خود ایره قرار داده بودن. من عند الله، دوم شان اضافی است، از جانب الله آمده، فرستاده شده و تعیین شده از جانب الله است. الله مقرر کرده شه. الله کسی را مقرر میکنه که اهلیت قابلیت قوی داشته باشه، هر کس قبول نمیکنه، مقرر نمیکنه. عالی بگاد کمال علمی شسایی که مصدق لما معهم، کتابای سابقه را مطالعه نکرده، لیکن کتابش تایید کننده مضامین کتابای سابقه است، یا کتابش یا خودش موافق نشانه های کتابای سابقه است. این کمال علمیش. یک کسی که به اعتبار ذات خود کامل، به اعتبار نسبتی که به کس میشه کامل، به اعتبار علم کامل از هر نگاه، اینطور شخصیت کسی انکار کنه، انتقاد کنه که چرا نبوت در ما نماد؟ نبوت خو امری چی نیست، میراثی که در بابا و کاکای آمده بود ولی در نواسیش برسه. نبوت اهلیت و قابلیت کار داره و این اهلیت و قابلیت در ذاتی کی بود؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. نبذ فریق من الذین، دور انداخت یک جماعت از کسانی که اوتول کتاب برش داده شده بود. دور انداختن یک حکم دو بعد داره. یکی کسی که علم نداره دور میندازه، قدر و قیمت و منزلتش نمیشناسه، یا نشانه های صداقت ده و معلوم نکرده از خاطر دور میندازه، یا خو او قدر زشت نیستن. یکی است که میدونه که شی بالکل راستی صاحب کمال است، لیکن بازم در قصیش نمیشه. اینجا دیگه سخت مورد مذمت قرار میگیری. چرا یک شی میشناسی و بعد از او در قصیش نیستی، قدر و قیمتش میدونی لیکن بازم در قصیش نیستی، دور میندازی. نبذ فریق من الذین، دور انداخت یک جماعت از او کسانی که اوتول کتاب برشان داده شده بود. چی را دور انداخت؟
کتاب الله کتاب الله را دو مطلب داره. یا مراد از کتاب الله تورات است. چرا در تورات نشانه های پیغمبر علیه السلام، نشانه های حق بودنش، صداقتش مکمل ذکر شده بود. او را ایج نادیده گرفت، گویی و نشانه ها را در پیغمبر ایج مشاهده نمیکنه، در قصهش نشد. یک توجیه است. دوم توجیه، مراد از کتاب الله قرآن کریم است که سبب سعادت و نیکبختیشان بود. باید چون که یا قطع کتاب سابقه آشنا بودن، معلومات کافی در مورد داشتن، از او خاطر اول ایمان آورنده به کتاب الله باید یا می بودن، اول عمل کننده به کتاب الله یا می بودن. لیکن یا کتاب دور انداختن. کتاب الله وراء ظهورهم، کتاب الله را پشت سر خود انداخت. وراء ظهور، کتاب اگر در راست چپ پیش روی بندازی باز امکانی ازی است که پس بگیریشه. لیکن این مردم ترکت که در قصهش ما دیگه سرکار نداریم. که انهم لا یعلمون، تو گویی که هیچ نمیدان، از معلومات هم نداره که کتاب چی است، برای چی آمده، هیچ در قصهش نیست. سفیان ابن عیینه رحمه الله و تابعی است، محدث بزرگ است، میگه و تورات اینطور نکده بودن که راستی در پشت سر انداخته بود. تورات خیلی در انواری بالا، در طاقای بالا، با پوشای ابریشمی، حتی چی است زیورات طلا هم پشت کرده بود چانه. خو لیکن درس و تدریسش ترک کرده بود، عمل به تورات ترک کرد، در قصهش نشد. دیگه کتابا را در پیش خود انداخته بودن. او را خیلی زیاد نوازش میداد، او را خیلی زیاد قدر و قیمت میداد. از او خاطر الله متعالی را مزامتش بیان میکنه. امروز در امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن کریم پشت سر انداخته نشده بود؟ پشت سر انداخته نشده بود؟ با کدام کتابا رو آورده بودیم؟ در هر خانه در تاقش خوجافظ بود، کتاب خوجافظ، کتابی مچم که دیگه در پشتو در بغداد شای بیرانه زور دیر ده پالوانه. یک کتاب است به نام چی هسته؟ رشید بیان میگه. رشید بیان افغانای ما کلش رشید بیان بود. اونجا کلش نسبت خدایی به کی شده؟ بگوی به شیخ عبدالقادر جیلانی، شای بغداد. در بغداد شای بیرانه زور دیر ده پالوانه. پالوان استی، نه جبریل زویرش میرسه نمیکنی. توریست خانه کتاب بود، جنگنامه از نورنامه حیدری، جنگنامه حضرت علی. یک قصه را در اونجا ذکر کرده به نام مقاتل و مکیدو که مچم این پاچا بود و یک قلا داشت که در آسمان چیش میرسید، دیوالایش 7 قلا در داخلش بود. میر حتم شهید شد و وقتی که شهید شد مچم که گل افته برد سر شیر رقم شد و که آهوا در کو گریخت و افته و زرد شد و که یک این واقع هم دیش هسته. همه را دانو خیاطی میکرد، میگه که پشتش سوخت که میتونه پس سعی کرد همی آتشه که سعی کرد یک دم سیاه شد آتش. مردم وارخطا شد که علی قیامت شد و غوغا بر پا پیدا شد. گفت پیش پیغمبر اسلام رفتن گفتن که نه، آتش به خاطر ازی که پشت پیغمبر دل سیاه شده، چی سوختانده شده و تر شده. واهیات ده او ذکر است که پرسان نکن. ابد غذای چی؟ بگوی امیر حمزه چیزایی بودن واهیات که علی رو دارن که درخت میکشید از ریشه که میزد کافری قدر. یک مقاتل 12 هاتی خوراک، 12 فیل خوراکش بود. این را ببینه، این واهیات ای چی خیالات برای ما و شما جور کرده بود. باز ما اینطور گریان میکردیم برش که پرسان نکن که سختی آمده. حقیقت دین وجود نداشت. الله اکبر. برو کلی عمر ده تالی را قصه سی مرغ است و مچم که قصه دیگه چیز است. فخرالدین سید فخرالدین آقا میگفت چی میگفت؟ خلاص دی کابلا که میدیدی حالی همو واهیات گویی است، همو شرک گویی است. آسان نبود جان به دوزخ بردن من آنجا که احمد مختار نباشه. آسان نبود. احمد مختاری قزور داره که الله مرا در جهنم برده نمیتونه. تالی همو شرک بیان شده رایسته، مردم برش نشسته می باشه. این ملا ها هسته، این ملا یکیش رد کرده راستانه بگویه مردم همین کتاب ها را رد کرده. چطور هم بیده میگه حضرت علی چی؟ اما زنا خب میگه، ولی زنا چی میگه؟ اما عرصا را که میبره چی میگه؟ الله مبارک کنه، الله مبارک کنه. بگو
خدا مبارک کنه. حضرت شیری خدا دعای رحمت کنه. خب است این دعا را گفت. او بیچاره مرد از کجا دعا کنه او ډوډۍ خور. اما شعر دیگر را بگو، من از پشت شعر دیگر میگردم. نه اما چی سر کوی بلند فریادو کردم، علی شیر خدا را یادو کردم. علی شیری خدا یاشای مردان، دل ناشاد ما را شاد بگردان. از این که در کلمه کفر دیگه کدام است؟ سازنده ما، رقاصه ما، بگوی مدای ما، مداح و ناطخان ما کل شرک گویی بودن، در شرک مبتلا بودن. نمیطور عروسای ما کلی عمره در شرک تیر کردیم، کلی عمره در پیش عروسا ذبح نکردیم، بوتی عروس قطی خونی خروس رنگ نکردی. اینه ای خدا در صورت انسان خوش آمدی در آب و گل. اینه در آب و گل خوش آمدی، به الله صورت قائل میشن. اعوذ بالله. ببینی این شعرگویی میشه. در رادیو کلید میگه سگ به زبان بلاکیفی خود گفت. عجیب است. قرآن وراء ظهورهم کرده بودیم. الله رحم سر ما بکنه. شکر الله را زیاد باید بکشیم، خیلی زیاد بکشیم، خیلی زیاد بکشیم. این عظیم نعمتی بود که الله نصیب ما و شما کرد. عظیم نعمت. شما باور به الله بکنید. تاریکی تیر شده سری ملت مسلمان که هیچ پرسان نکن. قرآن کجا بود؟ قرآن ترجمه میشد. امروز دو عالم ترجمه قرآن نیم و نیم کلام میکنه، لیکن مردم او را چیست؟ 1000 تاپه میزنه. تهمت. ما در مساجد این رفیقای ما برای ما رو نوشته میکنه چرا در هتل ترجمه گرفتی؟ او مرد که ما را در مسجد نمیمانه. با حج اوقاف ما در وزارت حج اوقاف مراجعه کردیم، برای ما مسجد پیدا نتونسته. او جناب نمیمانه. این گپا را مردم خوش داره که ما میگیم. مردم گپا را خوش نداره. او ملا خوش داره. خو کلی گپ سری ملا میخوره. ملا صاحب مرا میمانه. او خو میگه که مولی صاحب که بیایی مرا بیخی عورت مرا برهنه میسازی. که من چرا بمانم؟ بان که 4 روز خو امامت کنم. امامت کنم. کتاب الله وراء ظهورهم، کتاب الله را پشت سر خود انداخته بود. که انهم لا یعلمون، تو بگویی که یا نمیدانن. کتاب الله پشت سر انداخته شده. قرآن تفسیر وجود نداشت. ماشاءالله خود کتابای مذهبی است. کلگی کلانترین مولای ما کسی بود که خلاصه را خوانده بود. چی را خوانده بود؟ میگه یه عربی خوان شده خلاصه را خواند. سخت‌ترین کتاب خلاصه است. باطلترین کتاب که او به سنت رسول الله حرام گفته شده، که علمای احناف در فتاوای خود نوشته کرده که باید فتوای کفری عالم بدیم، به خاطر که کسی سنت رسول الله را حرام بگوید چیست؟ کافر است. او اشاره به مثل اهل حدیثه. اهل حدیث کیست؟ بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی. کسی که سنت رسول الله را نقل میکنه اشاره به مثل از او را میگه این حرام است. آمین بالجهر میگه حرام است. سنت پیغمبر حرام میگه. تا دین روز تو ایمان مجمل یاد گرفته بودی، آمنت بالله کما هو باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامه. باز چی گفته بودی؟ پشتی سرش گفته بودی و ارکانه. من رکنای الله را هم قبول دارم. تو مجسمه نیستی؟ رکن خو زاویه، رکن خو هر چیزی که از او چیز جور شده باشه. الله جسم داره چی؟ مولای تو را یک دم مجسمه ساخته بود. عقیده داشتی که الله رکن داره. امور گفته نمیتونست که ارکانه قطع احکامه نیست. یا علایده جمله است، یا علایده است. و قبلت جمیع احکامی خلاص شد دیگه. بعد از او جمله علایده میشه و ارکانه اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. رکن ایمان اقرار به زبان است، تصدیق به قلب است. امو هم ناقص، عمل به ارکان نمانده، عمل به اعضای ایمان است. این چرا کشیدی؟ کل عمر ما بین میگه پاتیر شد. الله رحم بکنه. 6 کلمه مرده جان میداد، نفر در 12 بجه شب دروازه را تق تق میکرد که اینی نفر 6 کلمه را یاد داره. تا که پس می آمد مردکه جان داده بود. و مردکه 6 کلمه نیست، 1 کلمه است. لا اله الا الله محمد رسول الله. دو تعبیر داره. با الفاظ شهادت بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله وحده لا شریک له. خطش یک جای کو.
همین را به تلقین کو به می مرده تو بگو، هر کس گفته میتونه، هر کس. لیکن شما باور بر الله بکنید 1 بجه شو چقدر در برفا، در تاریکی، در خوف و خطر الا فلانی ری صفحه بیاری که 6 کلمه را یاد داره، 6 کلمه را. اینی تو زندگی را تیر کردی نکردی وریش صفحه شما خو اینجا هستی، بگوی شایدی بده، شکر الله را بکشی که یقینا دین آمد، آشنا با دین شدیم، قرآن شناختیم، با قرآن نشستیم، با قرآن مجلس داریم. از او خاطر الله ما را از جمله کسای شمار نکنه که قرآن پشت سر انداخته باشه. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. الله مزمت بدی یهودا بیان میکنه، کتاب الله را تورات گذاشتن، قرآن آمد، در پشت قرآن هم نشدن، لیکن دنبال آن چیزی که شیطانات تلاوت میکرد در زمان پادشاهی سلیمان علیه السلام. اینجا 2 ترجمه میکنم، هر 2 ترجمه راجح، دیگه قولا را میگذارم به خاطر که مختصر تیر شویم. شبهه یهودی بود بالای پیغمبر علیه السلام، تو پیغمبر نیستی، چرا؟ ساحر پیغمبر میگی، سلیمان ساحر است، تو پیغمبر برش میگی. سحر تو میگی حرام است، اگر یا سلیمان پیغمبر نیست، اگر پیغمبر از خود سحر او کرده پس باید حلال باشه. یکی از یارا یک شقی از زیر باید تو بپذیری. این شبهه بود برای یهود، انتقاد میکرد. الله متعال جواب میده شما نسبت سحر و سلیمان علیه السلام میکنی. واتبعوا یا تابعداری کردن ما از آن چیزی که تتلو شیاطین میخوان، قرائت میکن، درس و تدریس میکرد شیطانا. مراد از شیطانا شیطانا انسی بود، همین انسانایی بود که جادو سحری بارا میکرد علی ملک سلیمان در زمان پادشاهی سلیمان علیه السلام. و ما کفر سلیمان و ما سحر سلیمان، سلیمان علیه السلام سحر نکرده، چرا؟ سحر کفر است. ولكن الشیاطین کفروا، شیطانا سحر کردن، کفر کردن. یعلمون الناس السحر، تعلیم میدادن همی شیاطین انسی و مردما سحر. و ما انزل، نازل کرده نشده، کسایی که غلط میگه که سحر ملائک تعلیم داده نیسته. اول ترجمه سی نازل نکرده شده علی الملکین، بالای 2 ملک، به بابل، در شاری بابل که هاروت و ماروت شما نامگذاری کرده نشده. و ما یعلمان من احد، امو شیطانای انسی اقدر مداری بودن، اقدر چالاک بودن، به حلیه دین خدا به مردم اقدر دلسوز معرفی میکرد. و ما یعلمان من احد، امو 2 شیطانا که خودش انسانا بودن، خدا کلان دلسوز معرفی کرده بودن، تعلیم نمیدادن. من احد، هیچ کسی را. حتی یقولا، برشان میگفت انما نحن فتنتون، یقینا ما فتنتون پخته شده استیم، ما در سحر سخت پخته شدیم. فلا تکفر، انکار نکنی، انکار نکنی از پخته شدن و از استاد شدن ما بهترین استاد هستیم، شما از استادی و مهارت ما انکار نکنید. ما براتون نشان میدم. ترجمه را فهمیدی؟ گپی ملک نیست، 2 انسانا است. انسانا به شکل خیرخواه و دلسوز به مردم خدا معرفی کرده، تعلیم داده رویست سحر یک درو. و هر کس که پیشش میاد برش میگه این علم مرا تو مفت ندانی، فکرت باشه ما در این علم وقت دادیم، وقت پخته شدیم. چی را تعلیم میدادن؟ فتعلمون، پس یاد میگرفتن امی مردم منهم، از امی هر 2 شیطان که انسانا بودن، ما اوتور چیزی را یفرقونه که جدایی می آوردن، به توسط همون سحر، بین المرء و زوجی، در بینش چی؟ شخص و همسرش، شخص و همسرش. و با هم بضارین، الله متعال میگه این سحر همونطور تاثیر نداره که هر کس سال سحر آموخت سری هر کس سحر کده بره همون تاثیر بکنه. این تعلق به تقدیر الله داره. تشریح میکنم. این اول ترجمه بود که ملک گپیش نیست، ما نافیه شد. کسی که ادعا را کرده که سری ملکا نازل شدن، نشدن نازل، این گپا دروغ است. استحرارش انسانا کرده، 1 ترجمه. 2 ترجمه ملک نازل شده. واتبعوا ما تتلو الشیاطین، و تابعداری کردن یهود از آن چیزی که شیطانا او را تلاوت کرده بود، پیروی کرده بود، علی ملک سلیمان، به نسبت پادشاهی سلیمان علیه السلام، یا را افواهات کرده بود، شایع کرده بود. و ما کفر سلیمان، سحر نکرده بود سلیمان علیه السلام، ولکن الشیاطین کفروا، جنیات سحر کرده بود. یعلمون الناس، تعلیم میداد مردم از سحر،
و ما انزل تابیداری کردن یهود از آن چیزی که نازل کرده شده بود علی الملکین به دو ملک به بابل در شهر بابل. کی بودن اون ملک؟ هاروت و ماروت بودن. چرا آمده بودن؟ در پیش مردم مسئله سحر آنقدر وسعت پیدا کرده بود که کلگی ساحر گشته بود. معجزه پیغمبر وقتی که خلاف عادت صادر میشد مردم تفکیک کردن نمیتونست که معجزه پیغمبر است یا سحر ساحر است. الله ملکا را روان کرد به این خاطر که مردم بفهمانه که اینی سحر است و اینی معجزه. اینی سحر است و اینی معجزه. فرق بیا، تفکیک بیا. و بعد از اون ملکا وقتی که تعلیم سحر میداد اول هشدار میدادی مردم که او مردم ما که سحر برایتان تعلیم میدیم به این نیت تعلیم نمیدیم که از سحر شما سوی استفاده کنی، غلط استفاده کنی. فلا تکفر، سحر نکنی، از سحر در جای بد استعمال نکنی که کافر میشه. این سبب کفرتان است و ما برای امتحان آمدیم شما را اینمی موضوع را یاد میدیم لیکن این موضوع را غلط استفاده نکنی. ما آمدیم کلاشینکوف براتان یاد میدیم. این کلاشینکوف به این خاطر براتان یاد میدیم که اگر روز دشمنی کافر سر شما حمله آور شوه شما طریقه فیر کردن از را یاد داشته باشه، لیکن اوش کنه که توسط کلاشینکوف خدا برادری خدا در بین خود فیر نکنه به خاطر که باز قتل میکنه، سخت گناهگار میشه. در مورد امتحان الله قرار گرفته صلاح در دستیت است. آلیا ماده کنی ای را فقط در مقابل کافر استفاده کنی. اینطور نشوه که قارید بیا زنی تا بزنی، قارید بیا برادری تا بزنی، اینطوری کار نکنی. امتحان است. دو ملک آمده این کارا را کلش تعلیم داده. فتعلمون منهما، در جای ازی که نصیحتی ملکا را بشنون این مردمای یهود خب موقع را پیدا کردن. اولین کاری غلط شروع کردن جدایی در بین زن و مرد. حالی یک کسری دیگه اینمی کارا را شروع کرد. فیتعلمون منهما ما یفرقون، یاد گرفتن از این دو ملک اوتور چیزی را، اوتور وسیله را که جدایی می آوردن بی توسطی و چیز در بین مرد و زوجی همسرش. خو ما هم به دارین نیست یا ضرر رساننده من احد، هیچ کسی را هم توسط سحرشان بی الا باذن الله، مگر به تقدیر الله. جنیات ضرر میرساند تا که تقدیر الله نباشه رسانده نمیتونه. مار گزیده میتونه تا که تقدیر الله نباشه نمیتونه. گشتم گزیده نمیتونه، زنبور گزیده نمیتونه. ما پیش براتون گفته بودم که در زیر قید و بند لشکر الله هست. مار ملک برش معذف است، گشتم معذف است، زنبور معذف است، جنی معذف است. تو را حفاظت میکنه ملائک، حفظه برات مقرر کرده تا که تقدیر نوشته نشده باشه. روزی که در تقدیر برات نوشته است که گشتم میگذته که 100 خشت خوجه مسافران در خانه باشه میگذته. 100 دانه خشت خوجه مسافر میگذته. در روزی که سری تو بسیار سحر شوه لیکن تاثیر نمیکنه مگر آن چیزی که در تقدیر برات نوشته شده باشه. امو روز تاثیر میکنه و امو مقدار تاثیر میکنه و در کدام چیز سر تاثیر میکنه. این نوشته شدگیست. به تقدیر الله هیچ چیزم نمیشه. از او خاطر الله متعالی حراس دور میکنه که والله دیگه جادوگرها زیاد است. مقصد چی است؟ در زمان سلیمان علیه السلام جنیات آنقدری مسئله سحر گسترش دادن که پرسان نکو. سلیمان علیه السلام دید که مردم فقط دیگه اینمی سحر و سحربازی است. این جنیات کلش جمع کرد، کتابایش، تعلیماتش، مدارسش بند کرد، مرکزایش بسته کرد، کل کتابا را آورد در زیر تختی خود گور کرد. به این خاطر که جنیات خیلی زیاد بلاست، از هر طرف میکشه یاره. از او خاطر زیر تختی خودی را گور کرد که جنیات استفاده نکنه. زمانی که جنیات سلیمان علیه السلام از دنیا رفت، یک دفعه جنیات مردم امو وقت تحریک کردن، گفتن که سلیمان علیه السلام پادشاهیش اینقدر رونق و دبدبه و شان و شوکت داشت، این سحر داشت، سحر اینه زیر تختش ازای کنه. مردم که کشیدن زیر تخت کتابای سحر، یک دم آوازه را پخش کردن که سلیمان علیه السلام خود پیغمبر نبود، ساحر بود، توسط سحر حکومت میکرد. این عقیده نسل به نسل در بنی اسرائیل باقی مانده بود و امی عقیده غلط و تصور نادرست در شان سلیمان علیه السلام دیا بود. رسول الله که آمد، قرآن آمد، این نظریه و تصور غلط رد کرد. چرا که سحر کفر است.
انبیاء علیهم السلام کفر نمیکنه. سحر اکثریت مواردش کفر است. شاه عبدالعزیز رحمه الله 10 موارد سحر ذکر میکنه. سحر در لغت امری خفی را میگه، در اصطلاح نیرنگ میگه، نیرنگ وانمود کردن آن چیزی که حقیقت نداره او به تو پیش میکنه. از او خاطر مداریا چشم بندی میکنه، لنگیر از دهن تیر میکنه، از زیری خود میکشه، کارد میزنه قطیچی خود سینی خود برس رودا را بکشه، در زیر تو رودا کشیده شده، این چیزام نیست. ای بس اوقات از چالاکی کار میگیره، از وهم کار میگیره، تو را تبلیغ میکنه زیر تاثیر میاره تا خبر نه که تو زیر تاثیر رفتی، برات میگه که اینی رقم کن میری طور بشی، که تو را میگه سیکو سفال سرت میکشم، راستی میگه سفال. عجیب است. این کلش چشم بندی است. با موسی علیه السلام که مقابل آمدن حتما نیرنگ بازی و شعبده بازی است. خو سحر وجود داره؟ بله. تاثیر داره؟ بله. این موجود است. رسول الله صلی الله علیه و سلم سحر شده بود. 2 سوریت آخری برای از بین بردن سحر رسول الله نازل شد که میخواست قطع سیاسری خود هم نزدیک شود، فکر میکرد نزدیک شده، نمیتونست نزدیک شده. عالم که کسی نو توی میکنه بیچاره کر چی میکنه نمیباشه، بسته شده میباشه، توسط همین سحر است. تاثیر سحر موجود است، لیکن به تقدیر و حکم الله متعال نیست. کی میتونیم از این سحر نجات پیدا بکنیم؟ دعاهایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شب و روزی، صبح و شام، اذکار صبح و شام برای چی است؟ شما او را مطالعه کردید؟ سری خود تطبیق کردید؟ محبین رسول الله دعاگراش زیاد پیدا میشه، لیکن وقتی که میایه نماز نمیخونه، ذکر نمیکنه، دعاها را نمیخونه، باز میگه در خانه غالمغال است، در خانه جنجال است، در خانه بی‌برکتی است. تو خود تمامی روز دنبال سریال ها را گرفتی، گاهی موسیقی را گرفتی، گاهی سریال دیدی، گاهی فحاشی را دیگه هیچ چیز هم نکردی. نه نماز است، نه ذکر الله است، نه اذکار تو میخوانی. جنی هم موجه جای میگیره، شیطان انسی موجه جای میگیره، بی‌برکتی میاد، نزاع و نفاق هم میاد، خونجگری و بدبختی که همیشه است. برو در خانه که دین باشه، تلاوت قرآن شوه، اولاد و امو خانواده و عیال اذکار رسول الله را شب و روزی بخوانه، باز اونجا تو بیبی که اونجا جنی هست یا نیست چطوری میشه؟ نمی باشه. ما پابندی نمی کنیم و دعوذ بالله براتان تیر کردیم که سختترین دشمن ما شیطان است. نمی بینیم شه در رگ رگ ما جریان داره، لیکن ما به الله پناه نمی بریم، اذکار را نمی خوانیم، اذکار رسول الله را ترک کردیم، کتابش پیدا نکردیم، رفتیم دنبال پیری گمراه که یک روز مدرسه را نخوانده، این ذکر برات نشان داده که لا موجود الا هو. و این چطور بگو؟ سری تا یک دفعه این طرف مزداز، دیگه دفعه این طرف مزداز، باز بخیز، باز او کو، باز او طرف خود قلاج کو. این کارا را تو پیروی کیستی؟ رسول الله است یا بگوی گمراه هستی؟ کدامش هستی؟ تو خو یک دفعه هوشیار شو که پیغمبر طریقه داره برای ما یا نه، اذکار داره نه، این خود تو طلب کو. الحمدلله آلی مردم کم کم کتاب اذکار صحیح با حدیث صحیح ثابت شده، قیمت هم نداره، 20 روپه، 30 روپه، 40 روپه، 50 روپه قیمتش است. کلی اذکار دش موجود است. چرا نمی کنیم ما که خدا نگاه بکنیم؟ به هر ترتیب دایی اومد تا آلی رمی نظریه وجود داره، بنی اسرائیل بگذار. کسی که عقیده به قرآن داره، امی مداریا خود ایشان گرفته می باشه، یک دانه کاسگه که مچم چی می داشته باشه، برنجی، باز تسبیح کلان کلان در گردن کده می باشه، کالای پتایی را جور کده می باشه رنگارنگ، یک دانه ساچوبم در دروازه خوانده را ایسته، باز اونجا یک دانه پنجه قطش است. او پنجگک او را برد میگه نقش سلیمانی است، او دو کلش کلمات شرکی، یا فلان و یا فلان و یا فلان، یا بدوح و یا فلان و یا فلان، کلش جنیات با آواز شرکی برش استغاثه طلب شده. او را باز میبره در خانه، زیارت میکنه، در اولاد خود زنا میزنه، او پنجگه کار باز پس میاره، آرد برش میده و بگوی بادام برش میده و چارمغز برش میده و پیسه برش میده. همیولیم گرد گشته، در کابل گرد گشته رویسته، در کابل. این مردم دین فامیده کجا؟ تعالی را عقیده تو ایست این نقش سلیمانی است. این در کجاست؟ این خود نقش سلیمانی نقش کفر است. قرآن میگه که سلیمان کافر نشده. اگر تو عقیده بکنی که نقش سلیمان علیه السلام است، کافر هستی، به خاطر که اونجا کلمات کفر است. خبرداری نه؟
علمای ما کجاست که میره بگو؟ یعنی تالی را مردم میگه پا رواست، نقشا برش ما کشیده رویسته. این نقش سلیمان علیه السلام است. به این کلمات الله متعال میگه که سحر کفر است. چرا؟ در سحر اکثر استمداد از شیطان ها خواسته میشه، از غیر الله خواسته میشه. استمداد از غیر الله چی است؟ شرک است. مذاهب اربعه قائل به است که سحر بعضیش مطلقاً میگه کفر است، بعضیش میگه که نه، اگر استمداد از غیر الله خواسته شده بود کفر است، اگر خواسته نشده بود امو سحر مباحش هم اگر حلال بدونی کافر میشی. این هر چهار مذهب قائل به است. جزایش چی است؟ جزایش ضربت السیف، زدن به شمشیر است. ساحر که گیر میشه باید او از بین برده شود قطعا. بعضی علما قائل فرق میکنه، میگه اگر سحرش کفر بود باید از بین برده شود، اگر کفر نبود باز بعد زده نشود، از پیشش طلب توبه شود. لیکن قول راجح است که نه، ساحر جزایش فقط قتل است، از بین بردن است. امروز ببینی این دعا نشسته به مردم تعویض میده، دولت هم چیز برش نمیگه، مردم هر چی که میکنه برای کلگی اجازه است. ساحر است. او دیروز براتان گفتم که پیشی طور مردمای ساحر که جادو میکنه، که بندی تا پخته میکنم، که سری تو جنیات ششتم ایره میکشم، ایره قمی میکشم، کلش سحر و جادوسته. پیش از این رفتن اگر کسی رفت بدونی که تایید و تصدیق کنه 40 روز نمازش قبول نمیشه. اگر تایید و تصدیق کرد نعوذ بالله با قرآنی که سری پیغمبر نازل شده چیست؟ کافر است، توبه نکنه. تا ای که قتل فرخنده شد یک کم کم از این روی راهها و سرکا کم کم جمع شد. وگرنه او ساحرایی که بلدنگا ساخت از سحر خود و موجود است، مشهور است، لامی مردم برش بسته شده می باشه. یک زن نشسته می باشه بختی مرا علاقه، دیگه دختر برش نشسته میشه فلانی بچه را دوست دارم، موافقه نمیکنه. دیگه بچه نشسته میشه فلانی دختر را دوست دارم، بچه ما در خارج داری میکنم، بچه ما از خارج میارم. کلی از این سحر و ساحریست و جادوگریست، کلش. قرآن برات میگه، من نمیگم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین، تابعداری کردن یهود با جایز کتاب تورات بخونه، عقیده را جور کنه، یا دنبال چی رفتن؟ آن چیزی که تلاوت میکرد، اشاعت میکرد از شیاطین و شیطانا علی ملک سلیمان، در زمان پادشاهی سلیمان علیه السلام. اما سحر و ساحری که اونجا جنیات مروج ساخته بود و را میگرفتن، یکی نسل به نسل نقل کرده، آلیم تابعداری هم سحر و ساحری را میکردن. و ما کفر سلیمان، و این سحر را سلیمان علیه السلام نکرده. چرا؟ سحر کفر است و سلیمان علیه السلام پیغمبر است، معصوم است، هیچ نوع گناه از او صادر نمیشه. کفر نکرده سلیمان یعنی سحر نکرده که سحر کفر است. ولكن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانا سحر کردن که کفر است. یعلمون الناس سحر، مردم هم تعلیم داد سحر. و ما انزل، تابعداری کردن هم یهود از آن چیزی که نازل کرده شده بود علی الملکین، بالای دو ملک. اول خود گفتیم که هیچ ملک نیست، انسانا بوده، لیکن خدا این قدر خیرخواه مردمای علی جا معرفی کرده بود. علی جا معرفی کرده بود که مردم سرش اعتماد بکنه که مردمای خیلی نیک است. خبر نبودن که در لباس اسلام چی میکرد؟ خراب میکردن، دین خراب میکردن. یا نازل تابعداری کردن از آن چیزی که نازل شده بود بالای دو ملک در شهر بابل که آروت و ماروت بود، که مردم فرق بکنه در بین سحر و در بین چی؟ معجزه. در دام ساحران نفتکی ساحرم پیغمبر نگوید. از او خاطر برای تفکیک آمده بود. من پیشتر براتان مثال دادم که کلاشینکوف تعلیم میدی، به این خاطر نمیدی که تو پدری تا بکش یا بیادری تا یک مسلمان بکش، برش تعلیم میدی که چی؟ کافر سرش بکش. او اردو ملک چی میکرد؟ و ما یعلمان، تعلیم نمیدادن اردویشان من احد، هیچ کسی را هم، الا حتی تا ای که یقولا میگفتن برای اون نفر و شخص وقتی که شاگرد مقرر میشد، اول توصیه‌شی بود انما نحن فتنه، یقینا جز این نیست که ما برای آزمایش هستیم. ای فن خبری تو یاد میدیم، لیکن فکرت باشه که ای فن تباید نکنه، نفست هوایت خواهشاتت غلبه نکنه، بروی نعوذ بالله امی سحر شروع کنی. نه، شروع نکنی، خالی تو شناختی که اینی معجزه است، اینی سحر است. انما نحن فتنه، ما برای آزمایش هستیم. فلا تکفر، تو سحر نکو سری مردم، به خاطر که سحر کفر است یعنی خود کافر نکو.
فیتعلمون، لیکن این مردم ها یاد گرفتن منهما از دو ملک ما اوتر طریقه را شیوه را یفرقون که جدا میکنن به توسطی و شیوه و طریقه بین المرء و زوجی، در بین شخص و همسرش جدا میکنن. این مردم ما اینقدر ساده است. یک ملا بنگی برالا کلی قریه 1 سال پیش نکاح زن بچه خدا بسته میکرد، به خاطری که اگر ملا صاحب خبر میشد که چند ماه بعد توی بچه است، بچه بسته بود، خیر و خلاص. باز کلی مردم ها میفهمیدن، دیگه جمع نمیرفتن، پس میآمدن پیش همین ملا میگفتن توی میکردن، بیچاره دیگه جای به جای بودن هیچ چیز هم نمیتونستن. باز می آمدن پیش همین خطیب جمعش، همین ملای 5 وقتشون. اینطور مردم هم هست. اینطور مردم های بی غیرت، مردم هایی که نه دین نه قصهش هست، هیچ چیز هم نه. همین ملا بچه تا خب میفهمی که همیست جادور هم همی کده، پس هم همی میکشه، کم هم نمیگرفت 10,000 افغانی. چند؟ 10,000 نخت میگرفت که قاق هزاری نمیبود. و باز همین ملای همین مردم بود. این همین مردم بی غیرت دور از آزرا، از مردم متدین، سالا 10 سال امامت کرده اموجا، امو آدمی که جادوگر است. اینی مردم پشت از این نماز هم میخواندن. اینا ببینه، اینا مسلمان است. این قرآن چی میگه؟ که سحر کفر است. پشتی کافر نماز میشه؟ پشتی از او چطور میشه؟ خودشان برش زانو میزد، عذرا میکرد، گریان هم میکرد، بعد از او 10,000 پیشا میگرفت، اعلام میکرد. نکاح را بسته نمیتونستن. در این طور حالت بود. الله متعال چی میگه؟ و ما هم بضارین من احد، اینطور هم نیسته که هر کسی سحر بکنه، هر وقت بکنه، تاثیر کنه. نه، نیسته. اینمی ساحرها، اینمی کسایی که سحر میکنه ضرر رساننده به توسط سحر خود. من احد، به هیچ کسی هم، الا باذن الله، مگر که به تقدیر الله، حکم الله شده باشه، بعد از او ضرر میرسانه. رفت. خب این مردم ها در تورات اعلا کردن، قرآن اعلا کردن، دنبال سحر رفتن. از ملک هم که یاد گرفتن که فرق در بین معجزه و سحر بکنه، یا فرقا را گذاشتن، کارهای دیگر را شروع کردن. 2 سوم و یتعلمون ما یضرهم، یا تمام روز تمام عمرشان یاد میگیره، میآموزن اون چیزی را که ضرر برشان میرسانه، ولا ینفعهم، نفع برشان نمیرسانه. علم باشه که ضررش زیاد باشه، تو باید یاد نگیری که ضررش زیاد باشه. علم است لیکن ضررش زیاد است، باید نگیری. فلسفه، منطق، ضررش زیاد است، نگیری یاد، به خاطر که وقت ضایع بشه، تباه میشی. ولقد علموا لمن اشترى، خب میدانستن، چرا این کارو میکرد؟ سوال به کسی پیدا میشه، شاید این مردم از عاقبت و انجام خبر نبودن، از او خاطری کارا را میکردن. الله میگه نه، ولقد علموا، خب میدانستن، لمن خامخو کسی که اشتراه بگیره، ایره بخره، ایره این علم را بگیره، کلی وقت خود دایی ضایع کنه، مصرف کنه، بجای ازی که برای علم نافع را فرا بگیره، ای رفته چی را فرا گرفته؟ من جور کردن یاد میگیره. من جور کردن. و مردکه برو دکتری را یاد بگی. من اینا را چی میکنی که یک روز خودش یا چی درم از پیشت صدا بکنه، خود قطعش از بین میبری. نکوی تر کارا را. ولقد علموا، میدانستن، لمن اشتراه، کسی که میخره ای علمه، ما له نمی باشه برای تو آدم فی الاخرت، در آخرت، من خلاق، هیچ ایسا نداره، نصیب نداره. ولا بیس، خیلی بد است، ما آن چیزی را شراو که فروختن به در مقابلش انفسهم، نفسای خدا، یک قدر وقت مهنت کشیدن، زحمت کشیدن، لیکن چیزی را خریدن که برشان هیچ منفعت نداره. یا خو یهود بود. الله متعال مزمت تو بدی از یارا بیان کرد که اینطور علم طلایی که سبب نیکبختی، سبب عزت، سبب انسانیتشان بود، ایره ترک کردن، رفتن به ساحری شروع کردن. از او خاطری مردمای غلط است. دوم، همیشه دنبالی او طور چیزا رفت که ضرر برش داشت، نفع نداشت. امروز ملای ما در پاکستان که ما می رفتیم، 2 منطقه خیلی مشهور بود برای منطق خواندن، یکی چکیسر، یکی مارتون برش میگفت. او منطق هم به 2 شیوه خوانده میشد، در کدامش تقریر داشت. تقریرش هم چی بود؟ منتر، کلمات زنجیره‌ای، او را باید خوب یاد کنی.
اون منطقه بسیار غریب منطقه بود. گوشت این چیزا پیدا نمیشد. برنجی او جوشه و علف پخته میکرد. خو شفتل خود دور دراز میباشنی. این قدر و منافام مردم بودن در نگاه قطع کردن و طعام پخته کردن که امیره بگوی قطم نمیکرد می سبزی را امو طور در دیگ مینداخت. وقتی که کش میکردی مجبور استاد شوی قطعش اگر بکنیش. او نان جواری بود. نان چی بود؟ بگوی جواری. اینمی ملای افغانی ما خو از کویتا قندهار کلان سفید لنگی ریشا سفید شده پرسان میکردی. یک مولوی صاحب از زیرات بود. از پیش سوال کردم که مولوی صاحب چند سال میشه منطق میخونی؟ گفت 20 سال. ریش سفید شده بود، زن نداشت. برش عذر کردم، ریشش گرفتم، برش گفتم مولوی صاحب برو درس حدیث خو بشی. اگر دیگه این چیزا یاد نگیری در مجلس حدیث خو هستی. لااقل وقتی که نام رسول الله گفته میشه صلی الله علیه و سلم درود بالای پیغمبر میگی همین برات بس است. گفت بگه که ولی میزنم تا چه گست در پالوش بود. تو آمده برای من نصیحت میکنی. یک دو تا دیگه یک وطنداری ما بود، یکیش دیگه از زیرات بود، یکی دیگه شام از مزار بود. هر سهشان خب همینطور نشسته بودن، منطقه خیلی زیاد چی میکردن. برشان رفتم، من خرد بودم، سنم خرد بود وقت و یک کتابی منطقه خوانده بودم مرقاتا. برشان رفتم، من گفتم که 7 سالم شما منطق بخوانی، اگر در مرقات گیر نکردم تا اینجا نشانی باشه. الحمدلله ارسیش در مرقات گیر کردم. خب ارسیش الله اینطور برابر کرد، همینطور برابر کرد که دمو کتابی که من برش گفته بودم دمو جب الحمدلله بند مانده بودن الله میتونستن. با ارسیشان حل کردم و بریازیام توصیه کردم که فارغ شده بودن از چی؟ لنگی را بسته کرده بودن، ملا شده بودن. برشان بریازیات چی گفتم؟ من گفتم آیات قرآن عملی کنی لعلهم و اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون ولينذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. قومی خدا بترسانه. وقتی که من گفتم من سعی کو کمی فارغ شوم ان شاء الله در منطقه میرم. من بعد از فراغت خود 4 ماه باقی ماندم بنابر شرایط. اورام 1 سال پیش تعهد کرده بود و از پیش من نفر تعهد گرفته بود که خدمات تدریس میکنی در منطقه امرای ما میری. و در منطقه امرای از ما رفتم که جهالت بود، تاریکی بود که ایت پرسان نکو حد نداشت. خب الحمدلله در 4 ماه ترجمه قرآن کریم کردیم. یک انقلاب عظیم در اونجا برپا شد. انقلاب عظیم آمده بود. من گفتم بره که الله میگیره تانه. این منطق خوانده. ملای افغانی اینجا منطق خوانده. منطق حدیث پیغمبر قسم برش بده اگر دوی دسترخانه که در حدیث صحیح آمد اگر یاد داشت میگم بشک اینه دیگه شو بگذار. چرا کلی عمر خدا در منطق بازی تیر کرد. حدیث پیغمبر نخوانده. در منطقات تیر کرده. الله مزمت یهود بیان میکنه، از ما را بیان نمیکنه. این مولوی صاحبای ما که 20 سال میره پشتی یک از کتابی صرف 6 کتابی صرفه میخونه، 14 کتابی منطقه میخونه، 7 کتابی نحوه را میخونه. و برادر صرف و نحوه 7 کتاب چی میکنی؟ یک کتاب تخته را پیدا کو، مارکر را پیدا کو، نقشه کو، تطبیق کو در کتاب. این فنون درس 1 ساله است. 1 ساله. در 1 سال دعا بکنی که یک مرکز ما بخیر بخریم خوب و مدرسه بنیادی را شروع کنیم. چی را؟ که ما تو سرگردان نباشیم که در القاب بدویم، جای به جای باشیم و درس از ابتدا شروع کنیم. از کجا؟ از ابتدا تا که دوری حدیث شود. دعا بکنی ان شاء الله در صدد خریدن مرکز هستیم. اینا چنده کده رویستیم ان شاء الله که ما مدرسه مرکزی داشته باشیم، اینطور محتاج به هتلام نشویم. خیر دیگه منظورم چیسته؟ تا اولی را دیگه علما را گله نمی کنیم. همین علمای سلفی تالی را امو منهج پیش میبره، امو منطق است، امو فلسفه است. اونجا برای ما میگفت خو چی میگفت؟ میگه از یک شی 2 شی صادر نمیشه. نعوذ بالله. الله بگو 1 شی پیدا میتونه، خود 2 شی پیدا نمیتونه. نعوذ بالله. این عقیده بود. این کتاب خوانده میشه. با جای از که دین یاد بگیریم کفر یاد میگرفتیم. کفر پشت گپ نگر. تولی را متو رسم دارست.
ما براتون گفتم که حدیث خوانده نمیشه، باز که خوانده میشه فقط با خدمت مذهب است. این حدیث میگه مخالف مذهبی است، تاویلش کنه، این منسوخ شده، این تاویل شوه، این متعارض است، این اینطور است، خلاص گپای پیغمبر قیچی کو، کوتاه کو، تاویل کو، هر طرف. خب مذهب جور شوه، مذهب در مذهب خرابی پیدا نشوه. این را من تو رادی نمیگم، در کتاب امام سرخسی صاحب در کتاب صراحتا نوشته کرده که هر آیت و حدیث خلاف مذهب باشه یا منسوخ است یا واجب التاویل است. و این را علمای برجسته کابلی تانم در یک تقریر خود در رمضان و مردم امی گپ گفته رو ایسته تقریر میکنه که مذهبی ما 1200 سال قدامت داره. دین روز هم یک پارچه آمده بود نه که مذهب خود 1200 سال قدامت داره، بودایزم 2000 سال قدامت داره. او را چطور کنیم؟ 12 سال قدامت دلیل نیست، دلیل قرآن و حدیث است. هر مسئله موضوعی که با قرآن و حدیث استوار باشه حق است، به سر و چشم میپذیریم، که نباشه قابل قبول نیست. و جناب علمان به مردم معرفی میکنن ما به خود یک چیزی داریم، ما اگر یک آیت و حدیث بیاید ما باید تاویل کنیم. خب تو تاویل میکنی، مذهبی تا چرا جور نمیکنی در قرآن حدیث که قرآن حدیث تاویل میکنی بس توی مذهب؟ این قانون از کجا پایین کردی؟ دو سرحد قرآن مذمت یهود بیان میکنه که عمر ضایع کردن لیکن چیزی نافع را برای خود نگرفتن، در جای ازی که رفتن چیزی مضر گرفتن. ملاها و طالبای ما که چندین سال در منطق تیر میکنن مصداقی آیت میگردن. پسان که بیا در منطقه خود مدرسه قاضی و حمدالله و سلم پیدا نمیشه، اونجا خود تفلکی خورد الف با را برش میاره قاعده نورانی و بغدادی را. شما باور بر الله بکنی قاعده نورانی را من یاد ندارم تالی را تلفظیشه. الف بی میگیم، بی تی سی میگیم، الف با تا ثا گفته نمیتونیم. ملای ما تالی را میره یاد نداره، طفل درس داده نمیتونه، اونجا باز اینطور میکنه. وی ده چکی سر برنج خشک خوردم تکلیف معده پیدا کردم اونجا کلی عمر اونجا مصرف کردم. حالی در سری که منبر که ببره جز کتاب فارسی که آیات دیگه قطعش نمیباشه، نه حدیث است نه آیت است، هیچ چیز هم نیست، واهیات هم میچرانه. سیکو که بالا شده 15 شعبان اینطور براتان معرفی کرده که 2 رکعت نماز بخوانه که یعنی قسم شوه که 100 دفعه قل هوالله را بخوانه یعنی قدر مقدار ثواب داره. اینطور حدیث موضوعی و مکذوبه را براتان بیان میکنه که پرسان نکو، در بدر خاک بسر شده. الله مذمت یهود به خاطر بیان میکنه که موقع زرین براتان بود. قرآن واری کتاب، تورات واری کتاب براتان بود، شما دنبالش نگرده که نفهمی داشته رفتی در دنبال دیگه چیزا. امروز تو مسلمان، تو را به الله قسم دختری جوانی در نماز صبح در خفتن پشت انگلیسی میدوه، پشت کرسی ریاضی میدوه، پشت کرسی کیمیا و بیولوژی میدوه، نمیدوه؟ راستی تا بگو 3 جای کورس نگرفتن. اختلاط مرد و زن هم دایش هست، آبرو و عزتشان باقی نمیمانه. اجازه میدی خود تو پدری ناسزا دختری تا زنی تا در ترجمه قرآن اجازه نمیدی، جایی تو آدم جهنم است یا جنت؟ امی دختری پتلون کده برآمده، فیشن کده برآمده، در چوکی پوانتون قطی بچه جوان نشسته، اجازه داده ای. در 4 کورس اجازه داده از انگلیسی، خود قرآن که میره در ترجمه که میره اجازه نمیدی. این مسلمان چطور توقع داشته باشه که من جنت برم؟ چه قسم توقع داشته باشه؟ تو مسلمان چطور میگی دنبال کورس ریاضی قدر دویدی؟ کدام روز گفتی که امی قرآن هم کتابی الله است به ما آمده؟ امیرم یک دفعه بشتم که چی پیام داره؟ الله بدی یهود بیان میکنه. در کدام عصر و تاریخی که ما تو قرار داریم یقین به الله بک اگر ای تورچانس تو خواهر میگم، ای خواهر شکری الله را بکش، در دانی دروازیت موتر میه به عزت و عفت بالا میشی، میای اینجا در درس قرآن کریم ولی اینجا باز تو موبایل بازی تا شروع میکنی، خطی رفیقی خود مسیج بازی تا شروع میکنی، ترجمه قرآن امان دهی. بر روز قیامت به الله چی جواب میگی؟ راست بگو. الله چقدر احسان سرت کرده؟ مفت، نه فیس میدی نه تکلیف است،
به درس قرآن میایی بازم تو بازیگوشی و غفلت بکنی در پیش الله جواب داده نیستی. او خواهرم اینجا که آمدی زحمت بکش، محنت کو، آنقدر به قلبت متوجه به این کتاب الله بیشی که هیچ پرسان نکو. یکه که این مسئله را در ذهنت پرتو، مسئولیت داری سبا به مثل خود به دیگه زن، به دیگه دوستیت، به دیگه عمه و خالت این عقیده را برسان، دل سرش بسوزان که و در جهنم نروه. مسئولیت داریم. قرآن ما را میگه این فرصت ها همیشه به ما میاثر نمیشه. این فرصت ها همیشه نیست. یاد داشته باشه که آیا رمضان دیگه یا کسی زنده باشه از مجموعه ما و شما، یا برای ما کسی موقع ترجمه کردن میده یا نمیده. این را یاد داشته باشه. ایطوری درسا، ایطوری موقع ها یک چانسی چیز تقدیری الله متعال است که گاهی اوقات میاثر میشه. از او خاطر اینطور وقتا را از دست دادن مرادفی از دست دادن کلی امکانات انسانی است. کل امکانات از دست دادن است. اگر ما قدری از این را بفهمیم. خب افسوس است که دین پیش ما اهمیت نداره، دین پیش ما قدر نداره، آخرت نشناختیم. اگر آخرت نمیشناختیم و دین پیش ما اهمیت میداشت، عالی هتل جای نمی بود. چقدر خانه خیلی نزدیک به این هتل دمی گرد و بر است. اگر وا بیا این سالونا بس میکنه. خب بله، اگر اینجا فقط یک اعلان شود که تیکت گرفته نمیشه، فرهاد دریا، فیروز قندوزی آمده، منیژه تاجیکستانی آمده، باز مرد است که شما اینجا جای بده به مردم، جای بده به مردم. در خایمیل و جرگه جای نمیشودن، تیکت هم دلاری بود، دلاری. برای رقص و برای چی؟ مردم که بیشینه. ما افغانستان واری مسلمان دیگه جای پیدا نمیشه. کدام مسلمان؟ بنده های رقاصا، غلامای رقاصا، چاپلوسای رقاصا، عزت کننده رقاصا، عزت کننده فاحشا، همین مردم دشمن قرآن، دشمن حدیث، دشمن طریقی رسول الله، دشمن دین. کدام؟ دشمن جهاد، دشمن انسانیت صحیح. کدام اسلام؟ کدام اسلام؟ خدا ملامت نکنیم، نمیشه ملامت. وگرنه این چانسا الله بر اسرائیل بدی شد و می خاطر بیان میکنه موقع برش میاثر شده بود، استفاده نکردن. برای ما موقع میاثر است. کتاب الله تفسیر میشه، ثبت میشه. نمیتونیم ما دعوتگری واقعی باشیم. نمیتونیم. یک دیویدی 20 افغانی میباشه، 10 افغانی یا 30 افغانی میباشه. نمیتونیم 1000 افغانی را دیویدی بگیریم. میموری کارت 200 افغانی است، مکمل ترجمه قرآن کریم است. نمیتونیم ما 1000 افغانی 5 میموری کارت در 5 نفر قسم برش بدیم که توی را بشنه، خب به دیگه قسم بده. نمیتونیم دعوت کرده، به دین خدمت کرده. یا میتونیم. میشه یک نفر توسط دعوت خودت الله برش اینطور عالم برجسته جور کنه که در کل خیرش تو شریک باشی. ما هر لحظه یک لقمه نان که در پاکستان خوردیم، در کل درس و عبادت ما او مردم شریک است. یک لقمه از هر خانه که خوردیم، 1 ساعت که در مسجدش زندگی کردیم، او مردم قطعا شریک است در کل عبادات و دعوت های ما بیایی کوشش کنیم مراکز دین خدا آباد کنیم، خدمت به دین الله بکنیم. این موقع است. عالی قدر نمیداریم، واقعا نمیداریم، خو آینده میداریم. الله از همون خاطر میگه ولبئس ما اشتروا، خیلی بد است آن چیزی که فروختن به در مقابلش انفسهم، وقت دادن، عمر مصرف کردن، لیکن چیز به دست آوردن. لو کانوا یعلمون، کاش که انجام و عاقبت ازی برشان معلوم می بود که انجام و عاقبت ازی چی به دست داره. ای چیز در بدر خاک بسر، چرا ای تو عمر طلایی خدا در جای درست مصرف نکرد؟ ولو انهم آمنو، در جای ازی که سیر و سایری را دنبالش می گرفت یا ایمان می آوردن به برنامه هایی که الله داده بود توسط پیغمبر ایمان می آوردن. و اتقوا، از حرام کاری، از حرام خوری، از این کارا خدا نگاه می کردن. لمثوبتون، جزا و بدل و عوضی که
من عند الله، از جانب الله می بود، خیرون خیلی بهتر بود. لو کانوا یعلمون، کاش که می دانستن قدر و قیمتی موقع را، قدر و قیمتی درس ها را می دانستن، خود ندانستن، به باد هوا دادن. خبر شدی ترجمه هست؟ بله هست. کجا هست؟ اعلان ها را دیدم، اعلان ها را دیدم. تقویت مراکز دین سری خود ماست، رونق دادن دین سری خود ماست. ما اگر دین رونق و عزت دادیم، دین رونق میگیره، دین عزتمند میشه، دین ارزش پیدا میکنه. پیش خودی ماست. ما بسیار مردم اسلام میتونیم. دختر دارم، دختر مردکه میه بر میگه دختری تا بچه بدید، میگیم بچه درشکل است، بچه پودری است، نمیدونم شد. در کل خانواده قریه بگرده یک نفر برش نده این ریشکل، دیگه ریش خود تراش کرده میتونه، دیگه شراب خورده میتونه. ما پشت دین نمیگردیم. باور به الله بکنی ملای ما که پایچه را بر بزنه تصمیم بگیره، مردم یک دم اسلام میکنه، یک دم اسلام میکنه. نان اینتا نمیخورم، نوبتی تست مناسب نان قیامت پس روی بکنم. خیرت است، در بانک کار میکنی برادر، نمیخورم، مالت حرام است، از سود خورده رایستی، نمیخورم. میمان کت نمیرم، مرد در جنازش نمیرم، تو مخالفت حکم الله متعال کرده رایستی، نمیخوانم پشتی جنازه تا نمیخوانیم. ما خودی ما غیرت سر دین الله نمیکنیم. هر کدام ما میتونیم اصلاحات بیاریم، هر کدام ما. بیادرم ندارم قطر. چرا ندارم؟ دختری تسایی که چی رقمی میبراه، اون لکه تنها برای تو نیست، برای امام است. اگر دختری توست برادرزادیم است، خوارزادیم است، ناسیم است، نگذاری رقم بگردنی. اگر مرا دوست داری، عزتی مرا میخوی، ولی ما اگر مرا دوست میدونی من حیث دوست، لحاظی مرا بکنی، ما غیرت میجاب نمیکنه که دختری تو بینی شکل برای. جامعه خود به خود اصلاح است. کی میگه که اصلاح نیست؟ ما دست کلگی در برنامه های شیطانی، یکی ما مدیر هستیم، دیگه معاون هستیم، دیگه رئیس هستیم، دیگه همکار هستیم، دیگه نقش طراز هستیم. کلی ما توی که میشه امی کلی اقارب قطش یک جای، امی محفل ازیره کی رنگین کده؟ محفل ازیره کی رنگین کده؟ کی رونق داده؟ باز کاغذها را نوشته میکنه که در مجلس عروسی که ساز باشه آدم گناهگار میشه. نه، گناهگار نه، تو عزت داده ایواره، تو رونق داده ایواره. در روز قیامت الله برات میگه این محفل معصیت و گناه را تو چطور مجلل کردی؟ نه تو سوال میکنی که گناهگار میشم یا نمیشم. در خانه ددم روی زن یتیمدار آمده، میشناسیشم، همسایت است، 10 روپه افغانی به نام الله طلب میکنه، تو نمیدی، تو مسلمان باز اینجا 300 روپه از اون طرف تکسی میگیری، 300 از این طرف، صرف به خاطر از اینکه در معصیت الله شریک شوی. تو باز میگی که چطور است؟ اسلام خود بفهمانیم خود در اسلام که اسلام چی است، زندگی خود بفهمانیم. این قرآن همونطور گویا نیست، این قرآن برای ما درس میده، ما را هشدار میده، ما را بیدار میسازه. او مسلمان برنامه طبیبی، کار و کردار طبیبی چی میکنی؟ برنامه تاوان سری تو نباشه، زندگی تاوان سری تو نباشه، زندگیت نافع باشه. برای خود چیزی کمایی بکو، با آخرت ذخیره کو. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ای کسانی که ایمان آورده نگوی کلمه راعنا را برای پیغمبر علیه السلام در مجلس که حاضر میشه. و قولوا بگوی انظرنا، ای پیغمبر علیه السلام نظر کو بر ما، راعنا لحاظ ما را بکو. معنای چیسته؟ واسمعوا، ای بشنو قولی ما را، گوش بگی قولی ما را. وللکافرین عذاب الیم، برای کفار عذابی دردناک است. یهود آنقدر مکار، آنقدر دشمن زیر پلال است که هیچ پرسان نکو، آبی زیر پلال است. صحابه می آمد به پیغمبر علیه السلام در مجلس ها که می نشستن، پیغمبر علیه السلام می گفتن یا رسول الله راعنا، لحاظ ما را بکو، سخن تکرار کو. صحابه بودن و مجلس رسول الله را اعلان نمیکرد و خود محتاج فکر بکرد، اینقدر تشنه به سخنای پیغمبر که پرسان نکو. از او خاطر مثل که اینجا بعضی اوراقا برای ما میام، مولی سبایستا است بگو که ما نوشته میکنیم.
سخنان رسول الله طلا بود. صحابه میگفتن یا رسول الله لحاظی ما را بکو، یک سخن نرم بگو، تکرار کو که در مغز ما جا بگیره، ما سرش عمل بکنیم. یهود موقع به دست آمد وقتی که شنیدن که صحابه به پیغمبر راعینا میگه، از رعایت که بگیریم لحاظ کردن نمیگه، از رعونت که بگیریم به معنای احمق و کودن، کسی که چیز نمیفهمه بیعقل است. یهود گفتن که خب موقع دو زدن به پیغمبر به ما پیدا شد، ما هم راعینا میگیم، خب اون معنا را نمیگیریم که صحابه میگیره که لیازی ما را بکن، ما میگیم ما احمقی. ما گاهی اوقاتی را کمی یام اضافه میکردن، زودتر میگفت راعینا، ای چوپانی ما، چوپانی ما هستی، تو را مچران آدم هستی. نعوذ بالله، توهین پیغمبر قصد میکردن. دو سوم راعینا، اینجا میگرفتن کلمه شرک یک جای کنه، ای مراقب و محافظ ما را تو نگاه میکنی از بلاها و از آفتا. بان که صحابه هم در شرک مبتلا شوه، در شرک لفظی، این لفظ موهم معنای شرکی را بده بعد استعمال شوه. این معناها را الله متعال منع کرد صحابه کرام که کلمات استعمال نکنه. چرا؟ قانون گذاشت مسلمان گاهی هم دستاویز به کفار نده که علیه تو تاخت و تاز کنه، از اون ناحیه تو را ضربه بزنه، تو را از آزار اذیت برسانه. آنقدر محتاط باش، برنامه تو آنقدر از دقت کار بگیری، سازنده باشه که دشمن از اون موقع استفاده کرده نتانه. تو بر دشمن موقع نده. مسلمانای ما به دشمن موقع نمیده، زنای خود علت نمیکنه، بینیایش قطع نمیکنه، انگشتایش نمیبره، مویایش نمیکنه، شو از خانه نمیکشانه. در جای یک طلاق اینقدر موضوعات پیش ما میایه او قارم میایه که توی قدر کمی قار میشی با زودی که در زنت میگی یک طلاق، دو طلاق، سه طلاق. خب امو عمر دون خوب کرده بود که سه طلاق شمار کرده بود. شمار مردم بی حیثیت که نه دین میفهمی، نه حیثیت زنیت میفهمی، نه از خانواده را، نه از اولادیت، نه از لحاظ او ایجاب و قبول و تعهد و پیمانی که کرده. آسان یک و دو و سه و چار و پنج گفته رویستی تو آری آدم بعد می رقم سرت شوه. سه طلاق که برو بخیر، سرگردان و ایران مضطرب پریشان بگرد. تمام بهانه های غرب سری خود صادق کردیم، خشونت علیه زنا، خشونت علیه اطفال، خشونت علیه چی؟ کلیپ های ویدیوی لواطت از کدام مردم پخش شد در اینترنت؟ روز جهانی علیه لواطت از کدام مملکت پخش میشه؟ در سمت شمال در تویا بچه را دختر کی جور میکنه؟ و منطقه علم داره یا نداره؟ حاجی و صوفی و ملا داره یا نداره؟ ما به اسلام وفا کردیم، به اسلامی قدر جفا کردیم، خود سر اسلام خود نفهماندیم، عملم سرش نکردیم، لیکن وسیله تبلیغات برای کفار شدیم. کل جنایات ما را کفار برای مخلوق خود پخش کرده، رئیس توسط فیلم ها به نام اسلام معرفی میکنه و نفرت از چی داره؟ از اسلام. میخواد کلا چکیده شد، سری مردار رقص شد، زنا لچ سرشان رقص شد. دمی تنظیم جنگی ها امی گپا نشد؟ در کدام سرحد کدام ظلم است که در این وطن نشده باشه؟ دخترای جوان از چندین طبقه خود ننداخت برای حفظ عزت خود، عفت خود. او مردمی عالی در سری رأس حکمتام قرار میگیره. امی تو مسلمان برش رای میدی؟ ای بی غیرت، مسلمان هستی غیرت داری؟ نه، کیر تو رای میدی؟ کسی که در تاریخی تو جنایت نکرده باشه. قاتلین مردم بیوفای به مسلمان ها امو مردم باز رای داده رویست. چرا داده ای؟ به خاطری که قومم است. تو الله پرست نیستی، تو قوم پرست هستی. پرستش تو شاخ نداره. تو الله پرست هستی یعنی که قوم پرست.
رایگیری به اعتبار چی داده شده؟ بی سوادترین مردم کلان دولت میشه، بسا اوقات در انتخابات ها استاد میشه که 4 روز مکتب هم نخوانده باشه. رای کی میده؟ او را مقام کی میده؟ قرآن حتی یک کلمه را که از پیشش غلط استفاده کافر میکنه، الله اجازه نمیده که کلمه استعمال شود، بند شود این کلمه. کافر از استفاده کنه، استفاده غلط کنه. او مسلمان تو زندگی را داری، برنامه داری، دقت کن، موقع ندی برای کافر که از ناحیه تو مسلمان ضربه بزنه، اسلام ضربه بزنه، اسلام بدنام بسازه. از ناحیه تو نکامی تو موقع ندی به دیگران. قرآن چقدر قاعده بزرگه برای ما میگه. اما امروز بیبی مسلمان کدام کار است که نکرده؟ رازهای نهفته مسلمان ها را تو افشا کردی برای کفار، بردیشه، جنایاتی کردی که امروز تاریخ تو را ملامت میکنه. ما با کافرم گفته نمیتونم، راست میگم. دختر هیچ حق پیدا نکرد که امیر خوش دارم یا نه. پدر و مادر است. چه رقم پدر و مادر است؟ یک روز در هتل نان خوبیش برش داده، خلاص دیگه تا کسی دختری خود نیست. کی قطعی عروسی میکنه کی نمیکنه. کدام کار است که ما نکردیم؟ پیش الله رفته نیستیم. دین اسلام همی حرکاتی که ما انجام میدیم اسلام بر ما گفته. چرا اسلام بدنام کنیم؟ خب الله منع کرد. کلمه را عناب صحابه نیت و اراده غلط نداشت حق پیغمبر، لیکن از این لفظ استفاده سو کافر میکرد. یک، این لفظ موهم معنای غلط بود. دو جنبه داشت، یکیش صحیح یکیش ناصحیح. کدام کلمه که همینطور معنای صحیح و ناصحیح داشته باشه بعد استعمال نشه. عبد النبی استعمال نشه. عبد معنای صحیح هم داره، غلام پیغمبر، این معنی صحیح است. الله ما را غلام پیغمبر بگردانه، این افتخار برای هر کس میسر نمیشه. لیکن عبد یک معنایش بنده است، بنده پیغمبر. این معنای شرک میده. از او خاطر این کلمه استعمال نشه. این کلمه استعمال نشه. دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، دفع کننده بلاهاست، به باهاست. رسول الله شکی در این نیست. آمدنش ذریعه چی شده؟ رفع بلاها شده، سبب برای رفع بلاها شده. اگر رسول الله را سبب بگیریم بالکل بلاها برای بلاها ذریعه شده، لیکن اگر مستقل بگیریم که دفع کننده بلاست، این معنای شرک میده. خیر وقتی که دو معنا داره، یکی صحیح یکی غیر صحیح، این لفظ استعمال نکن، به خاطری که موهم معنای شرک است. این لفظ استعمال کرده نمیتونی، درود تاج خوانده نمیتونی. چرا؟ کلمات موهم معنای چی را داره؟ شرکی را داره. استعمال نکن. این قانون قرآن برات گذاشته. در حدیثم بدبختام یا محمد گفتن خو بیادبی است. پدری تا یا صدا کردی، نام پدری ما کشمیر است. در عمر خود نگفتم یا کشمیر. این را آنقدر بیادبی تلقی میکنم. چرا نمیگم یا پدرجان، یا والد صاحب محترم؟ کلمه احترام هم قطعش میکنم. در شان رسول الله این گستاخای بیادب کلمه یا محمد استعمال میکنه؟ نه استعمال میکنه. در مسجد و میرابی که در او قبله تو نماز میخوانی برابر نوشته کرده یا الله او یا محمد. این مسلمان است. در مسجد ما وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، امرای الله کسی دیگر آواز نده. اونجا یا الله، اونجا یا محمد. فرق بین از چی است؟ یک مولای بدبخت ما مناظره میکرد در خانه یک وکیل صاحب. رفتیم، وقتی که آمدن گفت ما یا محمد برای محبت میگیم. ما گفت بشی دوری خیر، ما یا محمد میگیم. این به تو تعلق نداره. از اون پرسان میکنین که با کدام نیت میگه. اما وکیل طلب کرد. ما گفتم بگو که یا الله و یا محمد چی فرق داره؟ گفت یا الله به خاطر که به الله تکلیف سر ما میرسه آواز میدیم. ما گفتم یا محمد چی مانا؟ گفت محمد هم بنده نازدانیش هسته آواز میدیم شه. مولا را گفتم مکتب بدبخت دعوت دهنده شرک صحیح کالی که عوام به کدام نیت میگه؟ یا محبت. ما به طریق محبت میگیم. محبت خو عبادت است. عبادت خو از پیغمبر نقل میشه. صحابه پیغمبر به طریق محبت یا محمد گفته که الله خود کافی نیست، درد و بلای مرا دفع کرده نمیتونه تا که محمد قطعش نباشه. در میراب مسجد همینطور نوشته کرده، در سر دکانی لوحی دکانی همینطور نوشته کرده، در دروازه موتری تعمیر رقم نوشته کرده،
در مکتبی در می رقم نوشته کردی تو محصل و شاگرد مکتب در کتابچه تام در شنگی کتابچه در یکیش الله است در دیگیش یا محمد است. است یا نه؟ اول بیادبی رسول الله را کردی که یا محمد گفته صدا کردی، نگفتی یا رسول الله یا حبیب الله یا نبی الله یا خلیل الله، اینطوری نگفتی. دوم با الله برابر کردی. شرک شاخ خونه داره، شاخ خونه داره در هر چیز. تمام لوحای تبیتون یک جای نوشته نکردی یا حی و یا قیوم نوشته میکردی، یا رحمان و یا رحیم نوشته میکردی، یا ذوالجلال و الاکرام نوشته میکردی، یا قادر و یا جبار نوشته میکردی. نه، یا حسین و یا فاطمه یا ابا العباس بگو، یا ابا عبدالله نوشته کرده برو. تو یا سخی نوشته کو و او را نوشته میکنه خلاص این دین است. کدام کلمه که موهم معنای شرک باشه او ممنوع است در دین ما. اونطور کلمه را دیگه استعمال کرده نمیتونی. از او خاطر عبد النبی نام غلط است، نادرست است. نمان سری اولادت، چرا که یک معنایش بنده نبی میشه شرک میشه. یا ایها الذین آمنو، کسایی که ایمان آورده تقاضای ایمان است اینطور کلمه استعمال شود که در او هیچ معنای غلط افاده نشود یا دشمن از او سوء استفاده نکنه. لا تقولوا راعنا، دیگه به پیغمبر نگوی این کلمه را استعمال نکنی. و قولوا، بگوی به پیغمبر کلمه ساده که معنای غلط از او استفاده نشود. انظرنا، ای پیغمبر سر ما نظر کو، ما را نظر کو، کلام گپا را استه بگو که ما خوب بفهمیم، تکرار کوشه که در دل ما جای بگیره. واسمعوا، انظرنا بگوی، واسمعوا قبول کنی، دو معنا داره. واسمعوا بشنوی گپای پیغمبره، با گوش دل بشنوی، مطلق شنیدن نی. در مجلس رسول الله که آمده چپ میشین، گوش میگیری که رسول الله هر گپش دین است، هر گپش تشریع دین است. از او خاطر بشینی بشنوی. واسمعوا قبول کنی، مثل که سمع الله لمن حمده. اینجا سمع الله اینطور معنا نداره که الله میشنوه کسی را که حمد الله را میگه. اینجا سمع الله به معنی چیست؟ قبول کردن است. قبول میکنه الله برای کسی که حمد الله را میگه. واسمعوا قبول کنی. وللکافرین، برای کفار عذاب علیم، برای کفار عذاب دردناک است. و کسایی که حیله ها را میکنه میخواه از این ناحیه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم آزار اذیت بده و کافر است. و برای کفار الله عذاب دردناک میده. اینطور فکر میکنه که الله هیچ خبر نداره یا به راه های مرموز و پوشیده میخوان پیغمبر آزار بده. ما یود الذین کفروا، چرا این کارا را میکنه؟ این دشمنایتان است، این کفار سخت دشمنیتان است. عزتمندی شما را قطعا نمیخواه. حسد یاره، آتش حسد در درونشان شعله‌ور است. هیچگاه مقام و منزلت شما را به چشم دیده نمیتونه. همیشه میخواه شما ذلیل باشه. دنیای غرب دیده مستوای زندگی خدا که حتی در زندگی حیوانات زناقت سگا نگاه میکنه، وصیت‌های مالی خدا به سگا میده و در درجه خیلی پایینی بگه مستوای اخلاقی قرار داره. نمیخواه مستوای والا و با عزت و با کرامت مسلمان‌ها را دیده بتانه. از او خاطر کل نیروی خدا خرج میکنه برای پیاده کردن دموکراسی لعنتی در ممالک اسلامی که قط خود یکسان بسازته. کدام بدبختی که در اونجا در سری از آمده، جنازه انسانیتشان خوانده شده، امروز سریتون بیایه و قریب است که امور رقم شوی. دختری کابل قط دختری فرانسه فرق میشه. عزتمندی شما را خوش نداره که با عزت زندگی کنی، با عفت، با قدر و منزلت. ما یود الذین کفروا، از کی را تایید کنیم؟ از الله را یا از کس غیر الله را؟ از الله را تایید کنیم. الله چی میگه خیر؟ ما یود الذین کفروا، دوست نداره کفار، هر کسی کی باشه، چینی است، اگر امریکایی است، روسی است، اگر اوکراینی است، اگر انگلستانی است، فرانسوی است، آلمانی است، هر کدامش که از کافر است. من اهل الكتاب، از اهل کتاب، ولا المشرکین، نه مشرکین. الله میگه و من اصدق من الله حدیثا، کس از الله که خیلی راستگو، از الله که راستگو کسی است؟ الله میگه دوست نداره کفار اهل کتاب و نه مشرکین. چرا دوست نداره؟
ای نزل علیکم من خیر من ربکم، که نازل کرده شود از خیر از جانب پروردگارتان سری شما. خیر چیست؟ وحی کی؟ الله. خوش نداره شما قانونی منظم ساخته شده الله باشه، چرا که الله سری تمام زمانه، مصلحتا، ضرورتا، کلش علم محیط داره. قانونی الله فراگیر است، قانونی الله کونه نمیشه، قانونی الله پاسخگوی تمام نیازهای بشریت تا روز قیامت است. اینطور قانون آمدن سر شما یا خوش نداره؟ قطعا نمیخواه که طور قانون سرتان بیاید. چرا؟ اگر این قانون بیاید و شما سرش عمل بکنی، کل نظر جهان دست شما دوخته میشه، حرکات شما، عمل شما الگو به جهان میشه. جهان یک دم مومن جور میشه، اسلام میاره. از دو خاطر کفار چی کار شکنی کده رایسته، اسلام چهرهش غلط معرفی میکنه، جنایاتی که افراد مسلمان انجام داده ایران پخش میکنه، وانمود میکنه که اثرات اسلام است. این کار میکنه. این قرآن برای ما میگه ایو نزل علیکم، که نازل کرده شود بالای شما من خیر، از خیر. اینجا مراد از خیر وحی الله متعال است. من ربکم، از جانب پروردگارتان بیا قانونی الله که زندگی شما توسط ازو تنظیم شود. والله، آیا علی آرزو ای دوست که دوست نداره سر ما خیر میآید. والله یختص برحمتی، الله خاص میسازه به رحمت خود. من کسر یشاء، که الله بخواه. رسول الله را اختصاص داد، وحی آمد. پس این وحی سبب چی کمال زندگی تان است، ضابطه حیاتی تان است، در هر مرحله، در هر تاریخ، در هر زمان. این را ما کم بگیری. دنبال دموکراسی چی میره؟ دموکراسی چی داره؟ من که دموکراسی میگم، برادر و خواهرام مفهومش هم میگم که باز دیگه تعبیرات کس نکنه. به نظر خودم دموکراسی را میگه حکومت مردم، حکومت از مردم است، بالای مردم، به خواهش مردم. حکومت از مردم است، به خواهش کیست؟ قانون به خواهش مردم ساخته میشه. او نه، امریکا خوش تقاضا کردن که نکاح جنس با جنس جایز، زن قطعی زن نکاح کنه، مرد قطعی مرد. مردم خواهش کرد که زنا جایز، زنا جایز. شراب خوردن جایز، شراب خوردن جایز. خلاص، این را دموکراسی میگه. حکومت از مردم، مطابق خواهش مردم، بالای کیست؟ مردم است. در نظام مقدس اسلام حکومت از الله است. حکومت از کیست؟ نظام از کی است؟ حاکمیت هم از الله است، حکومت هم از الله است. خب بالای کی است؟ مردم است، بالای بندگان الله است. یکسان است. از او خاطر اسلام به دموکراسی منافات داره. اگر علمای بزرگ دموکراسی را خیلی اسلامی جلوه میده، هر چی که میکنه نظر خودشان است، نظر خودشان است، ولی یک دروازه را برای مزین کردن دموکراسی و داخل کردن دموکراسی همین علمای بزرگ باز کرده. در روز قیامت به الله جواب میده که مردم عوام و ساده لوحی ما توسط فتواهای از او بگوی فریب خوردن، دموکراسی ها را جا دادن. در افغانستان هم همینطور تنظیم ها وجود داره. ما از رای پارلمان اسلام هم میاریم. قرآن میگه که از رای جهاد اسلام هم میاریم، از رای پارلمان نه. اسلام از او را نمیاد، از رای دموکراسی نمیاد، از رای دموکراسی نمیاد اسلام. خب نواقص در گروه ها از همین خاطر است. وقتی که تو قوانین کفری را پذیرفتی خلاص شدی دیگه، باز تابع از وا باش. خب الحمدلله، الحمدلله الله هشدار میده، ما را همینطور غافل باقی نمیگذاره. دیدیم در جهان کسایی که توسط ملت در چوکی پارلمان رسید، به مجرد که دست و اقدام به برنامه عملی خود کرد که یک دو کار اصلاح کرد نمانشه. مرسی توسط چی در پارلمان رسید؟ در ریاست جمهوری همین قانون دموکراسی رسید. ماندنشه دو عملی کردن دو امر اسلامی نمانشه. دستی در مقابل کودتا، حالی دیگه در اعدام برابر، دیگه هم دفاع از دموکراسی بکنه، دیگه هم
چقدر کشته داده. کاش کی کشته را در راه جهاد میداده، نه در تظاهرات، نه در عملی کردن قانونی غرب، در عملی کردن قانونی الله کشته میدادید که بروز عزتمند بودی یا نمی بودی. همین قدر کشته را که میداده که در تظاهرات از دست داده. اگر در جهاد از دست میداده عزت در دست خودتان بود. لا اقل در چنگو بگه در چنگالی کافر خو نبودی، در سری کوخ بودی. قرآن این حقیقت ها را برملا میکنه برای ما یود الذین کفروا دوست نداره کفار من اهل الكتاب از اهل کتاب ولا المشرکین نه مشرکا کل کفار ملت واحد است. ایو نزل که نازل کرده شو علیکم بالای شما من خیر از خیر من ربکم از جانب پروردگارتان. در فیسبوک ها نوشته میکنه، در اینترنت ما را میگه معرفی میکنه، میگه یا تمویل از کجا میشه؟ اسرائیل تمویل میکنه. و بدبخت لعنت الله سری تو نشود. اسرائیل ما را به این طور برنامه ما را به می خاطر تمویل میکنه که ما چلوسه و شعزه بکشیم. الله همی عقل تو را کجا گرفته که تو یک کمی انصاف بکو؟ عناد و ضد نکو بیادرکم. در فیسبوک ها نوشته کرده رویستی معلوم دار است که از اسرائیل و از دنیا استعمار کی میگیره کمک؟ خیرت تو میفهمی یا نمیفهمی؟ والله یختص برحمتی، الله خاص میسازه رحمت خدا که نبوت است من یشاء به کسی که الله بخواه. قابلیت و اهلیت کی داره؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم اهمیتی رحمت داشت، وحی را داشت، سرش آمد. پیغمبر امی رحمت امی نظام الله را در تمام ابعاد زندگی خود به طریق عملی برای امتی خود نقشه داد. کل زندگی رسول الله تفسیری چیز؟ قرآن کریم. کل زندگی عملی پیغمبر چی است؟ تفسیر قرآن و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اینی را سیرت میگه. هر قدر که درس قرآن میشه و سیرت است. درس سیرتی نیست که سالای وفات و سالای تولد و سالای جنگا را ما بفهمیم. سیرت زندگی عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم در کل عرصه حیات این سیرت میگه. والله ذو الفضل العظیم، الله صاحب احسان بزرگ است. با آرزوها و امیدهای کفار قطع خاک یکسان میشه، اما طور باقی نمیمانه. طور باقی نمیمانه. ما ننسخ من آیتنا و ننسیها، ما دور نمیکنیم، از بین نمیبریم. من آیتین خودی لفظی آیته یا حکمی آیته یا اردویشه، او ننسیها یا نمیگذاریم یا نسخه را ترک نمیکنیم. دو مانا، او ننسیها یا ما ای را به تاخیر مندازیم آیته یا حکمیشه. نأتی بخیر آمدن آوردن میکنیم به بهتر منها از این آیت کده، او مثلها یا به مثل همین آیت بهترش میاریم یا به مثلش میاریم. الم تعلم تو نمیدانی مخاطب ان الله که یقینا الله متعال علی کل شیء قدیر، بالای همه چیزا قدرت داره، تصرف داره. احکام خودت تغییر و تبدیل کردن، الفاظ از بین بردن، حکم از بین بردن، اردویش از بین بردن، پسان انداختن، اج نکردن، این کلش کاری الله است. چرا که سری هر چیز قدرت داره. دو، الم تعلم تو نمیدانی مخاطب ان الله که یقینا الله متعال له در اختیارش است ملک السماوات والارض، پادشاهی آسمان و زمین. هر نوع تصرف که میکنه و حق داره، یک حکم نسخه میکنه دیگه حکم در جایش میاره. و ما لکم من دون الله، اگر شما اعتقادا و اعتراضا سری الله داره، کدام طرف باز خود خلاص میکنه؟ داره کمک کننده پردار کسی که در مقابل الله پرداری کنه؟ نه. پس وقتی که دیگه پردارم نداره، خلاص کنندم نداره، سری الله چرا انتقادا کده رویسته؟ سری حکم الله که چرا میگه؟ چرا میگه؟ و ما لکم من دون الله، نیست برای شما غیر از الله متعال من ولی دوست ولا نصیر، نه امداد کننده. نسخه در لغت عربی معنای محو کردن، زائل کردن، نوشته کردن یا آمده در لغت عربی استعمال شده. در اصطلاح شریعت نسخه ای را میگه که یک لفظی آیت قرآن کریمه یا حکمشه یکیشه زائل کنه، یعنی از بین ببره، باقی نگذارشه، یا اردویش از بین ببره، این را به نام نسخ یاد میکنه. یا بیان نهایت مدت یک حکم که اینی حکم تا اینی زمان قابل اجراست، بعد از این نمیشه اجرا، این را نسخ میگه. نسخ در قرآن کریم موجود است، حق داره.
چرا؟ به خاطر که هیچ کدام منافات با علم الله نداره. چرا؟ اینطور نیست که نعوذ بالله بدا، یکی بدا میگه، بدایی را میگه الله عزم یک کار میکنه، پس آن برش واضح میشه که نمی کار قصد کرده، می درست نیست، باز از او چی میشه؟ صرف نظر میکنه. بعضی فرقه ها قائل به ایسته که الله بدام سرش میآید، یعنی یک دفعه عزم یک کار کرده، باز پس آن نتیجهش برش معلوم شده که غلط است، او را ترک کرده، صرف نظر کرده. یکی انسان میگه در تاخیر انداختن نسخه، که نسخه پسان بزانه، یا ایسته که تاخیر کردن حکم یک آیت تا یک وقت تیره، تا یک مدت تیره. هر دو معنا ای است. نسخه در قرآن کریم موجود است، بله موجود است و این منافات با قرآن نداره. یهود شبهه کردن، گفته عجیب قرآن آورده، یک روز یک قسم حکم، دیگر روز دیگر قسم. اگر او حکم راست بود، صحیح بود، خیر، چرا دیگر آورد؟ اگر صحیح نبود، خیلی قدر مردم که حکم عملی کرد و سرنوشتشان چی رقم میشه؟ اینطور شبهات میگفتن به خاطر که عوام متردد و مشکک در حق چی شوه؟ نبوت پیغمبر و قرآن کریم شوه. الله متعال جواب میده نسخه بیان انتهای حکم است، تبدیل حکم نیست. مدت حکم معلوم میشه، به الله پیش معلوم است، خب به تو پسان معلوم میشه. مثل که دکتر برای مریض نسخه میده، یک دوا برای مریض تا یک ماه مفید است، امی دوا یک ماه بعد برش نقصان پیدا میکنه. این دکتری قدر مهارت داره، دوای یک ماه را میده، باز برش میگه که در یک ماه این دوا را خلاص میکنی، بند میکنی دوا را دیگه نمیخوری، اینی دوای دیگه را برای خود بخور، این را شروع کو. این دلالت بالای کمال مهارت دکتر میکنه که دکتر آنقدر مهارت داره که یک ماه بعد هم مرضی از زیر تشخیص میکنه که اینی چی موادش کم میشه، اینی موادش زیاد میشه، اینی دوا را باید بخوره. الله متعال یک آیت که کدام حکم داره برش معلوم است، تا کدام حد است، تا کدام زمان است. چرا؟ بعضی احکام جزئی نه اصولی، در احکام اصولی نسخه نمیاد. توحید الله از آدم علیه السلام گرفته تا رسول الله را، ایمان به ملائک، به کتابا، به پیغمبرا، به روز آخرت، به تقدیر، کلش اصولی گپاست، قطعا تغییر نمیاد. نسخ شرایط داره، یکی نسخ در زمان رسول الله باشه، دوم نسخ توسط نص باشه، یعنی قرآن و حدیث، توسط قیاس اجماع نمیشه. دو نسخ امر و نهی باشه، حکم باشه، خبر مبر نباشه، صفت الله نباشه. اینی شرطای نسخ هستند، او در زمان پیغمبر باشه. اگر اینطور نباشه نسخ نمیاد. پس در حقیقت نسخ بیان انتهای مدت است که اینی حکم تا اینی مدت است، او شرایط و ظروف بس اوقات زمانه تقاضا میکنه که یک حکم جزئی را نمیتونی که عملی بکنی تا که اونجا برای اصلی مقصدش نرسانی، برش برسانی باید دونمو مقصد. از او خاطر الله متعال نسخ را میاره. سه قسم نسخ مفسرین برای ما بیان میکنه، ام لفظی نسخ، آیتی قرآن لفظش منسوخ باشه، ام حکمش منسوخ باشه. مثال از او را 10 مرتبه مکیدن سینه مادر است. یک طفل در زمان سابق وقتی سینه مادری خود 10 مرتبه میچوشید، رضا ثابت میشد، یعنی حرمت رضا، شیر دادن ثابت میشد. بعد از او این حکم منسوخ شد، هم لفظش باقی نمان، هم حکمش باقی نمان. تبدیل به 5 چیسته مرتبه نوشیدن است که در حدیث آمده، در لفظ قرآن وجود نداره، اما در حدیث هست. حدیث عایشه رضی الله عنها است که رضا وقتی ثابت میشه، حرمت رضا، که یک طفل 5 مرتبه سینه مادری خود بگیره. وقتی که یک طفل خوب سیر میشه با سینه را اعلا میکنه، یک کمی میچوشه، چند دقیقه باز یک دفعه سینه را اعلا میکنه. این یک دفعه سینه اعلا کردن است. این باید 5 مراتب شود. چند؟ اگر 5 مراتب پوره نشده باشه، حرمت رضا ثابت نمیشه. با یک دفعه، 2 دفعه شیر دادن، 3 دفعه، 4 دفعه شیر دادن به یک طفل، حرمت رضا نمیه و طفل بچه تو نمیگرده. که 5 مرتبه شد، آلی بچه تو شد. قطع کل خاندان تو نکاح نمیتونه. شوهر تو پدری ازو شد، تو مادری شدی، همشیری تو خاله شد، همشیری شوهرت عمه شد بری ازو، برادری شوهرش کاکا شد. اینی قسم سلسله شروع شد. ام لفظ اینجا منسوخ است، ام حکم. لفظ منسوخ باشه لیکن حکم منسوخ نباشه. الشیخ و الشیخه اذا زنیا،
فرجموهما. زن و مردی که شیخ باشه، یعنی مراد از او تویدار باشه. تویدار وقتی که زنا میکنه باید سنگسار شود. با او زن و مردی که شوهردار و زن شوهردار و زن مرد زندار نباشه، او را خدایت قرآن کریم در سوره نور میاد از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما 100 جلده اونجا آمده. اما برای زنایی که زن شوهردار و شوهر زندار باشه حکم موجود است که او سنگسار است، لیکن لفظش وجود نداره در قرآن کریم. لفظ موجود باشه حکم موجود نباشه. مثل که الله یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. با پیغمبر اگر ملاقات و گپای راز میگه، پیش از رفتن به پیش پیغمبر بعد شما صدقه بده. این حکم سری صحابه سخت تمام شد، زود که این حکم چی شد؟ منسوخ شد، آیت در پالیش آمده. علمای متقدمین در مورد نسخ تفسیری عام داره، از دو خاطر 500 آیت هم میگن که منسوخ است. علمای متأخرین برای نسخ حکم تعریف خاص داره، از دو خاطر واقع قائل هستند که 20 آیت منسوخ است. لیکن شاه ولی الله دهلوی رحمه الله تطبیق در آیات کرده، قائل به 5 آیت منسوخ است. علمای متأخر آلی در زمان ما تلاش کردن در بین 5 آیت هم اینطور یک تطبیق بیاره که نگویم که منسوخ است، یعنی امو کلمات به معنای صحیح را بده منسوخ نباشه. لیکن این معنای ازی را نداره که در قرآن نسخ آمده نمیتونه. بالکل در قرآن نسخ آمده میتونه، چرا که نسخ بیان انتهای مدت حکم است و این بالکل منافات با قرآن نداره، بلکه عینی چی هسته؟ بگوی مهارت، مثل که دکتر کمالش ثابت میشه، الله متعال اینطور ثابت میشه که چی عمل انجام داده. دیگه الله متعال در اینجا در مورد نسخ شبهه یهود دفع میکنه که نسخ آمدن منافات با دین نداره و این سبب قطع نبوت پیغمبر علیه السلام نمیشه. چرا؟ به خاطر که الله متعال مدت انتهای حکم امور بیان میکنه، از اونجا تو گرفته بیتاری، یعنی چیسته الله متعال حکم انتهای مدتش بیان میکنه و این طور نیست که نعوذ بالله در نظر تجدید آمده باشه که تالی رینی حکم بود آلی ما را تجدید میکنیم دیگر در جایش بیارم. این طوری نیست. از اول به الله معلوم است که این حکم تا اینی زمان قابل عمل، بعد از این قابلیت عمل نداره، در جایش دیگه حکم میآید. ما ننسخ من آیت، ما نسخ نمیکنیم، زائل نمیکنیم، محو نمیکنیم یک آیت، خودی آیت لفظیشه یا حکمشه یا اردویشه، او ننسیها یا ما به تاخیر بندازیم منسوخ کردنی و آیت، یا ما به تاخیر مندازیم منسوخ کردنی و آیت، نأتی بخیر منها ما آوردن میکنیم به بهترین از زمی آیت، در فصاحت بلاغت، در ایجاب ثواب، یا است که در چیسته در راستگویی و حقیقت گویی، در کلی از یا مثل از این که در بهتر بیارم، او مثلها یا با مثل ما آیت سابقه خود ثواب کم نباشه، فصاحت و بلاغت و خبر صدق در این کارا کم نباشه. الم تعلم، تو نمیدانی مخاطب ان الله که یقینا الله متعال علی کل شیء قدیر، بالای تمام چیزا قدرت داره. وقتی که الله قدرت داره نسخ هم میکنه، هیچ کسی انتقاد کرده نمیتونه. نسخ بله کسی که امکانات نداشته باشه که او را تغییر بده و حکمه و دیگر جابجا کنه این چی بشه، لیکن اینجا الله قادر مطلق است. دیگه الم تعلم ان الله، نمیدانی که یقینا الله متعال مخاطب له ده اختیارش است ملک السماوات و الارض، پادشاهی آسمان ها و زمین، و ما لکم نیست برای شما من دون الله بغیر از الله من ولی کسی دوست یا کسی انتقام گیرنده، مالک نفع و ضرر، ولا نصیر نه امداد کننده اگر الله شما را عذاب برسانه یا تکلیف برسانه کسی هم نیست. این در حقیقت دو صفت الله بیان شد، یکی قدرت مطلق، یکی تصرف مطلق. معلوم شد که یک چیزی نسخ میشه دو صفت تقاضا میکنه. پس از او خاطر اینجا قرآن کریم مسلمانان را گفت که وا دوست نداره که شما عزتمند شوید. چرا؟ به خاطر که سر شما وحی بیا، قرآن بیا، آزاد بشینی با وحی الله گوش بگیری، اینی را خوش نداره، بلکه چی است و خوش ای داره، نعوذ بالله داره که شما در تکلیف و مشقت در رنج و مصیبت باشه. دنیای کفر آلی تلاش به این خاطر میکنه که ما مسلمان ناره
امثال خود بسازه که نه عزت باشه و چی؟ نه آبرو باشه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.